بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت. عزیزانی که در سراسر این گیتی پهناور صدا و تصویر ما را از طریق تلویزیون وصال حق میبینند و میشنوند، میدونند که در این برنامه ما در مورد کتاب کافی، یکی از کتب معروف شیعیان اثناعشری که به اصطلاح صحیح‌ترین کتابشون بعد از قرآن کریم است، صحبت میکنیم و موضوع کلی برنامه هم کتاب حجت، یکی از بخش‌های مهم کتاب کافی است که فعلا به باب 70 این کتاب رسیدیم. موضوع این هفته ما در مورد این است که آیا ائمه اهل بیت یا همون امامان 12 گانه‌ای که شیعیان به اونها اعتقاد دارند جانشینان الهی در زمین هستند یا خیر؟ در این باب تعدادی از روایت ها و احادیث جعلی و دروغ آوردن که این رو ثابت بکنن که ائمه جانشینان و خلیفت الله هستند در زمین، که انشاءالله ما در مورد این روایت ها صحبت خواهیم کرد و مثل همیشه هم در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که ما و شما عزیزان انشاءالله از این برنامه استفاده بکنیم و با چهره واقعی این دین فروشان و مذهب فروشان رافضی بیشتر آشنا بشیم. حضرت مولانا خوش آمدید. سلامت باشید. بنده خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند در ابتدای این برنامه عرض ادب و سلام دارم و امیدوار هستم که الله متعال تمامی ما و شما را توفیق بدهد که راه هدایت را آنگونه که هست انشاءالله دریابیم و بر این راه و مسیر انشاءالله گام برداریم. بله. در هفته گذشته حضرت مولانا در مورد این که آیا ائمه خزانه‌داران علم الهی هستند و مقداریم در مورد علم غیب اونها صحبت کردیم. در بین انسان ها، خاصا در بین مسلمان ها، این گونه مطرح است که انسان خلیفت الله هست در زمین. آیا این بابی که اینها این عنوان رو براش گذاشتن ویژگی‌های خاصی رو برای ائمه اهل بیت علیهم السلام و رضی الله عنهم منهای 12 در نظر گرفتن یا طبق همون برداشت کلی مسلمان ها است؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در هفته گذشته در مورد این که آیا ائمه شیعه آنگونه که راویان شیعه ادعا می‌کنند خزانه‌داران علم الهی بودند یا خیر، مطالبی رو عرض کردیم و دیدیم که این عنوان و این باب اساساً با آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و از اون گذشته سیره و روش زندگانی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه اهل بیت در واقع با در تضاد بود. باب دیگری رو که به عنوان باب 70 هست اینجا مطرح کرده آقای کلینی. عنوان باب این است که ان الائمه علیهم السلام خلفاء الله عز وجل فی ارضه و ابوابه التي منها یؤتی. به عنوان یک مطلب مسلم و یک عقیده مورد تأیید این رو آورده و این را در واقع عنوان باب قرار داده که ائمه 12 گانه خلیفه های الله متعال در روی زمین هستند، خلفاء الله عز وجل فی ارضه، و گذشته از این هم این جمله را اضافه کرده که ابواب الهی هستند، درهایی هستند که انسانها توسط این درها و به وسیله این درها می توانند که به الله متعال برسند. این یک ادعای در واقع بیش نیست و چه بسا که بسیاری از مردم هم فریب این گونه شایعات رو خوردند، به صورت کلی معتقد باشند که انسان یا ائمه خلیفه الله بر روی زمین هستند. به صورت کلی همان گونه که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه می‌فرمایند که به صورت عمومی اگر تمام شیعیان یکی از دو محور اساسی را، یا نقل صحیح را یا عقل سلیم را، این رو محور اساسی قرار بدند
در نگریشی که به دین خود دارن، به باور خود دارن، به اعتقادات و روایات خودشون دارن، مطمئناً به حق و حقیقت میرسن. اما متاسفانه علمای شیعه یا روات شیعه، اون کسانی که مذهب شیعه رو تبلیغ میکنن، نه از نقل صحیحی برخوردار هستند و متاسفانه عقل سلیم رو هم از مردم رو بودند، به مردم اجازه ندادند که در این زمینه در واقع تدبر بکنند، تأمل بکنند، آیات قرآن کریم رو بخونند و بفهمند، یا اینکه به روایات شیعه حتی از دسترس عموم شیعه در واقع به دور هست، بنابر موانعی نمیتونند از این استفاده بکنند، یا آشنایی با زبان عربی رو ندارند، یا قدرت تجزیه و تحلیل رو ندارند. به هر صورت از محتوای این روایات و واقعیت و کنه این روایات در واقع اطلاع ندارند. و من معتقد هستم که تمامی شیعیان اگر معیار اصلیشون نقل صحیح باشد یا عقل سلیم باشد، هر کدام از این را که مبنای کار خودشون قرار بدند در بازنگری اندیشه ها و اعتقاداتشون و اون چیزی که به عنوان دین و آیین به اونها رسیده، هر کدام این دو مورد را که محور و معیار قرار بدهند، مطمئناً انشاءالله که به هدایت خواهند رسید و حقیقت را در خواهند یافت. ادعایی که آقای کلینی کرده در اینجا این هست که ائمه خلیفه های الهی هستند. ائمه خلیفه های الهی هستند. خلیفه به معنی جانشین است. خلیفه به معنی جانشین است. به طور مثال اهل سنت و الجماعت و تمام انسانهای روی زمین معتقد بر این هستند که خلیفه رسول الله ابوبکر بود. یعنی این که بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی که بر مسند خلافت نشست، در جای ایشان نشست و به عنوان ولی امر مسلمانان، حاکم مسلمانان مطرح شد، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هست. پس بنابراین خلیفه به معنی جانشین هست، به معنی نایب و قائم مقام هست و نیاز به خلیفه اساساً در وقتی هست که اصل وجود نداشته باشه، ما به نایب نیاز داریم. در تا زمانی که اصل وجود داره نیازی به نایب و نیازی به جانشین و خلیفه در واقع نیست. این ادعا را آقای کلینی برگرفته از آیه هست در قرآن کریم در سوره بقره که الله متعال در آیه 30 سوره بقره می‌فرماید که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. بیاد آور آنگاه و آن زمانی را که الله متعال به فرشتگان گفت من میخواهم بر روی زمین خلیفه‌ای بگمارم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. فرشتگان استفسار کردند و سوال کردند از الله متعال که آیا کسی رو در روی زمین میگذاری و میگماری که فساد بکند در روی زمین و خونریزی بکند؟ این حرف و باور فرشتگان بود. در واقع با توجه به سابقه و ذهنیت قبلی که فرشتگان داشتند، در واقع استفسار کردند از الله متعال همان گونه که جنها که در روی زمین بودند قبل از انسانها فساد و خونریزی کردند، الان میخواهی که یک جانشین دیگر، خلیفه دیگری رو قرار بدهی بر روی زمین که همان کارهای گذشتگان رو در واقع تکرار بکند، همان فساد و خونریزی رو دوباره تکرار بکند. این آیه هست که الله متعال در ابتدای خلقت انسان این رو برای ما از اون زمان نقل کرده، زمانی که الله متعال تازه میخواست که انسان رو در واقع بیافریند. تعبیری رو که در این آیه اومده خیلی واضح و آشکار هست، هیچ گونه ابهامی در اون نیست. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. الله متعال به فرشتگان گفت که من در روی زمین خلیفه قرار میدهم. اما خلیفه همون گونه که عرض کردم به معنی جانشین هست، به معنی قائم مقام و نائب هست. الله متعال در روی زمین نائب ندارد، قائم مقام ندارد و جانشین رو در واقع ندارد. اون چیزی که امروزه متاسفانه در میان چه بسا بسیاری از مسلمانان، هم از اهل سنت و همچنین چه بسا که شیعه و سنی بر این معتقد هستند و این سوء تفاهم برایشون پیش آمده که میگویند که انسان خلیفه الله هست بر روی زمین.
انسان خلیفه الله هست بر روی زمین. این تعبیر به هیچ عنوان دقیق نیست. عرض کردم با وجود این که برخی از نویسندگان این رو در واقع این گونه فهمیدند که از این آیه فهمیده می شود که انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی این که الله متعال میخواسته که انسان را خلیفه خودش قرار بدهد. بسیاری این گونه برداشت کردند، اما این برداشت در واقع یک برداشت کاملا اشتباهی هست و هیچ گونه همخوانی با آیات قرآن کریم و با اصل معنی خلیفه در واقع ندارد. هیچ کسی از انسانها، نه آدم و نه غیر آدم، جانشین الله متعال در روی زمین نبودند. در این آیه الله متعال نمی‌فرماید که انی جاعل فی الارض خلیفة لی، من میخوام برای خودم خلیفه ای رو قرار بدم، جانشین خلیفه من باشد، بلکه صراحتا مطلقا این را آورده این و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین خلیفه رو قرار میدم. الان خلیفه به چه معنی هست؟ خلیفه به معنی جانشین هست، یعنی این که در روی زمین قبل از انسانها یک گروه دیگری بودند، موجودات دیگری بودند. الله متعال میخواهد که یک خلیفه را و جانشینی را برای موجودات سابق در زمین خلق بکند. قبلا جنها بودند و الان الله متعال تصمیم گرفته که به جای جنها و بعد از جنها انسانها را بر روی زمین در واقع خلیفه بکند. یعنی خلیفه کسانی که قبلا بودند و الان نیستند، جایگزینشون در واقع انسانها است. و خلیفه هم به معنیش همین هست. تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بودند کسی خلیفهشون نبود، خودشون حضور داشتند، نیازی به خلیفه نبود. بعد از این که ایشون از دنیا رفتند نیازی پیدا شد برای خلیفه و مسلمانان رسول الله صلی الله علیه و سلم را با عنوان ابوبکر را با عنوان خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کردند. در قرآن کریم آیات متعدد و بیشماری وجود دارد که معنی خلیفه رو برای ما مشخص کرده. خلیفه یعنی آن کسی که بعد از کسی دیگر به دنیا میاد، جایگزین اون میشود، یعنی خودش نیست، الان که از بین رفته یک جایگزینی رو الله متعال به جایش قرار داده. به طور مثال در سوره فرقان الله متعال میفرماید که هو الذی جعل اللیل والنهار خلفه، جعل اللیل والنهار خلفه، که شب و روز را الله متعال شب را و روز را پشت سر هم قرار داد، خلیفه هم دیگر قرار داد. یعنی این که شب می رود روز می آید، روز می رود شب می آید، یعنی جایگزین یک دیگر هستند، به نوبت در واقع می آیند. یا در سوره اعراف الله متعال می فرماید که واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، بیاورید بعد از آن که الله متعال بعد از قوم نوح شما را خلیفه قرار داد، یعنی شما را جایگزین در واقع قوم نوح قرار داد. آیه دیگری الله متعال می‌فرماید و یستخلف ربی قوما غیرکم ولا تضرونه شیئا، که الله متعال یستخلف ربی یعنی این که به جای شما یک خلیفه دیگری رو الله متعال میآورد. خلیفه یعنی جانشین، جایگزین یک فردی، و این به هیچ عنوان در هیچ جای قرآن و در هیچ جای روایات صحیح نیامده که الله متعال گفته باشند که من برای خودم در روی زمین خلیفه قرار میدم. بله، ما قبول داریم که انسان در روی زمین خلیفه هست، اما خلیفه چه کسی هست؟ خلیفه کسانی که قبل از خودشون بوده. این نسلی که امروز ما هستیم، ما خلیفه هستیم از نسل گذشته ما، و نسل گذشته ما خلیفه بودن از نسل قبل از خودشون، و به همین گونه تا زمانی که به حضرت آدم علیه السلام میرسیم و به صورت کلی کل بشری و انسانها خلیفه هستند برای جنهایی که قبل از انسانها بر روی زمین در واقع زندگی میکردند. این مفهوم آیه هست، خیلی صریح هست. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین خلیفه ای رو قرار میدم. خلیفه یعنی جایگزین، جاینشین و قائم مقام، یعنی این که اون گروه قبلی از بین رفتند، اونها را الله متعال هلاک کرده، اونها را از بین برده و بعد از اونها الله متعال انسانها رو بر روی زمین آورده. پس بنابراین به صورت کلی و دقیق اگر بنگریم، این که انسان در روی زمین خلیفت الله باشد، نه انسان به صورت کلی خلیفت الله هست، نه پیامبران الهی خلیفت الله بودند، و حتی ائمه و بقیه انسانها به هیچ عنوان کسی خلیفت الله بر روی زمین نبوده، نه فرشتگان نه انسانها، هیچ کسی خلیفه الله بر روی زمین نیستند. انسان خلیفه هست در روی زمین به این معنی که جانشین جنها و در واقع موجودات هست که قبلا بر روی زمین در واقع زندگی میکردن. اما متاسفانه آقای کلینی
بنابر باور غلط و بنابر این سوء تفاهمی که در واقع بسیار از مردم داشتند و دقت نکردند به آیه قرآن کریم، این شاید این باور رو داشته که انسانها خلیفه بر روی زمین هستند. و جالب اینجا هست که بالفرض ما قبول بکنیم که انسان خلیفه الله متعال بر روی زمین باشد، که چون این چیزی امکان نداره. عرض کردم که هم از نظر آیات قرآن و هم از نظر روایات و از نظر عقل بشری هم چون این چیزی در واقع امکان پذیر نیست. بالفرض که بپذیریم که انسان، اون که الله متعال در قرآن کریم فرموده که انی جاعل فی الارض خلیفه، که انسان را خلیفه خودم قرار میدهم، به هیچ عنوان این در واقع اختصاصی به ائمه نخواهد داشت. بالفرض این که انسانها را خلیفت الله در روی زمین قرار بدهیم، هیچ گونه اختصاصی به ائمه نخواهد داشت، بلکه برعکس یک نوع قدحی و یک نوع ایرادی بر ائمه در واقع وارد می شود. زیرا که الله متعال در این آیه صراحتا می فرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خب من میخوام که خلیفه رو در روی زمین قرار بدم. آقای کلینی میگوید که خلیفت الله یعنی ائمه 12. ائمه 12 یعنی خلیفه الهی بودند. فرشتگان در مورد ائمه 12 چی گفتند؟ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. یعنی این که فرشتگان در مورد ائمه شیعه این حرف رو در واقع زده باشند. اگر ما قبول بکنیم که یعنی خلیفت الله در روی زمین ائمه 12 هستند، باید دنبال آیه رو هم قبول بکنیم که این در مورد خود ائمه شیعه هست و از دیدگاه فرشتگان در واقع ائمه شیعه فاسد و آدمکش و خونریز در روی زمین بودند. عرض کردم که بنابر دیدگاهی که ما داریم هیچ گونه عیب و ایرادی نه بر ائمه شیعه هست و نه بر بقیه در واقع انسانها خلیفت الله نیستند. و بالفرض اگر الله متعال بخواهد که خلیفه رو در روی زمین قرار بدهد، چرا اساساً یک کسی رو که خونریز هست و سفاک هست فساد میکند اون رو انتخاب بکند؟ قطعاً چنین کسی رو هیچ کسی به عنوان خلیفه و جانشین خودش انتخاب نمی کند. پس بنابراین هیچ کدام از انسانها، نه پیامبران و نه ائمه، هیچ کدامشون در واقع نایبان الهی یا خلیفت الله در روی زمین نیستند. خلیفه هستند به این معنی که جایگزین ملت‌های گذشته و جایگزین موجودات گذشته در روی زمین در واقع هستند، نه به این معنی که یک نوع مقام نیابتی رو از جانب الله متعال دارند. البته این مجهول 12 شامل این آیه شاید بشه، چون هم فساد فی الارض میکنه و هم آدم میکشه. طبق روایت هایی که خودشون در باب مهدی مراجعه کردیم که 3/4 اهل زمین رو میکشه، مساجد رو خراب میکنه، مردار رو از قبر بیرون میکنه. کسی هم که این کار رو در واقع انجام بده یعنی همون مصداق فرموده در واقع فرشتگان هست، و کسی که اهل فساد و خونریزی در روی زمین باشه به تصریح آیات قرآن و احادیث رسول الله و به اجماع تمام مسلمانان لیاقت نیابت و جانشینی رو به هیچ عنوان نخواهد داشت. جناب مولانا، میدونیم که جناب آقای کلینی بیش از 20 سال خیلی زحمت کشیدن و خلاصه شبانه روزی روایت ها رو گشتن و در این ابواب ترتیب دادن و در این باب چند روایت داریم و وضعیت این روایت ها چطوریه؟ روایت این باب دوستان اگر نمایش بدن این کتاب رو تا اینکه خود روایت رو ببینیم و باب را، که در این باب آقای کلینی این عنوان رو گذاشته که ان الائمه علیهم السلام خلفاء الله عز وجل، خلیفه های الهی هستند در روی زمین، و ابوابه التي منها یؤتی، و دروازه هایی هستند و باب هایی هستند که با توسط این باب و دروازه انسان میتواند که به الله متعال برسد. روایت اول و دوم و سوم، یعنی مجموعاً در این باب 3 روایت در واقع بیشتر نیومده. 3 تا روایت در اینجا هستند که در این 3 روایت آقای کلینی آورده و ادعا کرده که در واقع از این 3 روایت این برداشت می شود که ائمه شیعه خلفا و جانشینان الله متعال در روی زمین هستند. 3 تا روایت بیشتر نیست. واقعا زحمتی که آقای کلینی برای نابود کردن اسلام کشیده، من فکر نمی کنم
که در طول تاریخ کسی چنین زحمتی رو کشیده باشه که متاسفانه تا امروز هم زحمت‌های ایشان دارد در حال ثمر دادن هست و یک گروهی و طیفی دارند از روایات جعلی این آقا دارند به نفع خودشون و در واقع از اسلام سوء استفاده میکنن. به هر صورت موضوع این روایات رو و اون چیزی رو که در این روایت اومده خدمت بینندگان عزیز من بعداً عرض خواهم کرد. اما این سه روایتی رو که آقای کلینی در اینجا آورده بنابر اعتراف آقای ملا باقر مجلسی هیچ کدام در واقع صحیح نیست. یک بابی رو آورده با چندین روایت و یک عنوانی رو در واقع یک عقیده رو عقیده شیعه عقیده دارند که ائمه جانشینان الله متعال هستند، اما این باور و عقیدهشون به هیچ عنوان سازگاری و همخوانی ندارد با آیات قرآن کریم و روایت صحیح هم در این زمینه وجود ندارد و با عقل سلیم هم در واقع در تعارض هست که عرض خواهم کرد. در کتاب مرآت العقول و جلد دوم این کتاب که بارها دوستان این کتاب را دیدن و این باب ان الائمه خلفاء الله عز وجل فی ارضه و ابوابه التي منها یؤتی 3 تا روایت داریم. در مورد روایت اول آقای مجلسی اظهار نظر کرده که ضعیف. روایت اول روایت ضعیفی هست و روایت دوم هم که در همین صفحه هست جلد 2 صفحه 350 باز هم آورده که روایت دوم هم ضعیف هست. روایت دوم هم ضعیف است، یعنی روایت اول و دوم ضعیف. و در مورد روایت سوم در صفحه بعد اظهار نظر کرده صفحه 351 باب ان الائمه خلفاء الله فی ارضه روایت سوم هست الحدیث الثالث ضعیف علی المشهور. بنابر قول مشهور این روایت ضعیفی هست، اما مضمونش با روایات دیگری با سندهای دیگری روایت شده که به این مطلب هم ان شاء الله میپردازیم که مضمون این روایت سوم از همه روایات قبلیش در واقع جای تأمل بیشتری در واقع داره و دلیل بر عدم آشنایی آقایون با در واقع کلام الله مجید و قرآن و کلام پروردگار هست. الان از نظر اصولی وقتی که یک بابی حتی یک روایت صحیح نداشته باشه یعنی اصل مطلب در واقع چیکار هست؟ قابل قبول نیست، باطله. وقتی که برای یک عنوان باب یعنی یک از ایرادهای جدی هست که بر کتاب اصول کافی وارد هست. احیانا مواردی رو قبلا ما نشون دادیم که عنوان باب رو آورده یک چیز رو به عنوان عقیده خودشون به عنوان یک اصل و به عنوان ترجمه الباب عنوان اصلی انتخاب کرده، اما در زیر این باب و در محتوای این باب حتی یک روایت صحیح وجود نداره. یعنی این که یک حرف ادعای باطل و بیجا هست که به هیچ عنوان دلیلی برای اثباتش در واقع نیست. اینها رو جمع بکنیم اینها مجمع اباطیل هستند، مجموعه اباطیل و ادعاهای باطلی هستند که در واقع شیعه دلشون رو به اون خوش کردن. این روایتی که در اینجا هست دوستان اگر اینو نمایش بدند این باب را 3 تا روایت هست، هر 3 روایت از یک نفره. هر 3 روایت از 3 نفره. روایت اول حسین ابن محمد اشعری عن معلا ابن محمد، معلا فرزند محمد اینو روایت کرده با سند خودش از امام رضا. روایت دوم عنه از همین فرد اولی حسین ابن محمد اشعری عن معلا، یعنی باز هم این 2 نفر با هم دیگر شریکن در این زمینه، عن معلا که همون معلا ابن محمد هست. روایت سوم حسین ابن محمد باز هم خودش از معلا ابن محمد، یعنی 2 نفر با هم دیگر ساختند و باختند 3 روایت رو جعل کردند. حسین ابن محمد در هر 3 روایت وجود داره و معلا ابن محمد در هر 3 روایت در واقع وجود داره. جالب. در تمام این روایات فقط از 2 نفر هستند که در هر سندی در واقع اینو از هم دیگر دارن نقل میکنن. الان این معلا ابن محمد کی هست؟ معلا ابن محمد کی هست؟ برای معرفی کردنش من از مدتی هست تصمیم گرفتم که به همون قول آقای مجلسی اکتفا بکنم و دنبال سراغ راویان در واقع نروم، اما چون که این باب در واقع یک ویژگی خاصی رو داره که تمام روایاتش از این فرد هست و همچنین ابواب دیگر و روایات دیگری که هستند، من مجبور شدم که نظر آقای نجاشی رو در مورد معلا ابن محمد در واقع خدمت بینندگان عزیز اینو نمایش بدم. در کتاب رجال نجاشی دوستان اینو همیشه دیدند و مشاهده کردند. رجال نجاشی که یکی از قدیمی ترین کتاب‌های رجالی شیعه هست که در اصل در واقع فهرست نویسندگان شیعه هست و در ضمن اظهار نظر هم کرده در مورد خود اون فرد.
ایشون در یک جلد هست در صفحه 400 این کتاب و در ترجمه و در عنوان 1117 معلا ابن محمد بصری. این قسمتی رو که من نمایش دادم رنگیش کردم، اینو همه بینندگان عزیز فکر کنم اینو خودشون بفهمن. ابوالحسن که معروف بوده به ابوالحسن مضطرب الحدیث والمذهب. این انسان کسی هست که آشفته دین و حدیث هست، یعنی هم دین و مذهبش آشفته هست، پریشان هست، و هم حدیثش، یعنی نه حدیث درستی داره و نه مذهب درستی داره. یک انسان پریشان گویی هست و که هم از نظر اعتقادی و مذهبی و هم از نظر گفتاری روایاتش روایات مضطربی هستند. بیشتر از این نیازی نیست که دنبال کتاب‌های دیگر برویم و از این آقا در واقع ما سخن بگوییم. خب این آقای معلا ابن محمد یا قبل از اون حسین ابن محمد اشعری و همچنین کسانی که معلا ابن محمد از اونها روایت میکنند انسان‌های بسیار ضعیفی هستند. این معلا ابن محمد واقعا دیگه یعنی نهایت ضعف است. جالب اینجا هست که من نمیدونم آقای کلینی در 20 سال تمام که معتقد به ولایت در واقع ائمه اثنا عشر بوده، معتقد به این است که ائمه اونها خلفای الله متعال در روی زمین هستند، چرا غیر از روایت معلا ابن محمد یا غیر از این فرد روایات کسان دیگری رو در این کتاب در واقع ذکر نکرده؟ در صورتی که ایشون در ابتدای کتاب میگوید که روایات صحیحه و موثقی رو که از مشایخشون نقل شده در واقع اینها رو در این کتاب میخواسته جمع آوری بکنن. در صحیح ترین کتاب شیعه و مهمترین بابی که در این کتاب هست و یکی از مهمترین عنوانهایی که هست فقط از معلا ابن محمد هست و تمام روایت فقط از همین باب. این باب رو در واقع به جای این که اسمش رو میگذاشت که ان الائمه خلفاء الله عز وجل، میگفت باب و معلا ابن محمد، فکر کنم که خیلی مناسب تر بود و با عنوانش در واقع جور در می آمد. اما واقعیت این است که این تنها یگانه بابی نیست که همه روایاتش از معلا ابن محمد هست. نمونه های دیگری هم در این کتاب وجود داره. من فقط یک نمونه دیگر رو خدمت بینندگان عزیز به عنوان شاهد نمایش میدم. در همین کتاب در جلد 1 در صفحه 217، جلد 1 صفحه 217، ان النعمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الائمة علیهم السلام. میگه نعمت که در قرآن اومده، این منظور از نعمت ائمه اثنا عشر هستند. در قرآن کریم که نعمت در واقع ذکر شده، این نعمت منظور از نعمت ائمه اثنا عشر هستند. الان ببینیم، من اینو رنگ آبی مشخص کردم. حسین ابن محمد خود همون آقای قبلی هست. جالب این است که این دو تا نفر هر جا با همدیگر تبانی کردن و ساختن. حسین ابن محمد از معلا ابن محمد. روایت دوم حسین ابن محمد از معلا ابن محمد. روایت سوم حسین ابن محمد از معلا ابن محمد. روایت چهارم حسین ابن محمد از معلا ابن محمد. تمام روایات این هم باب فقط از طریق همین دو انسان در واقع کذاب و دروغگو ذکر شده. و جالب این است که در روایت دوم ادعای تحریف داره این آقا. روایت دوم رو خدمت بینندگان میکنم که فی قول الله عز وجل فبأی آلاء ربکما تکذبان، میگوید که این آیه که در سوره الرحمن تکرار شده، ابالنبی ام بالوصی تکذبان، دنبالش این گونه بوده هر جایی که فبأی آلاء ربکما تکذبان اومده دنبالش این هست که ابالنبی ام بالوصی تکذبان نزلت فی الرحمن. در سوره الرحمن این گونه نازل شده که فبأی آلاء ربکما تکذبان ابالنبی ام بالوصی تکذبان. اما متاسفانه امروزه نه قرآن‌های سنی چنین جمله‌ای رو دارن، چنین آیه‌ای رو دارن، و نه قرآن‌های شیعه. و یکی دیگر از یعنی به خاطر این که این آقا دیگه خیلی برای ما مهمه که اون روایت بابی که ما داریم همیشه هم از این آقا هست، روایت باب ان النعمه هم از کل این آقا هست. و ایشون شاهکارهای خیلی زیاد دیگری رو داره. به طور مثال یکی از شاهکارهایی رو که ایشون داره روایت شیر دادن ابو طالب هست که ابو طالب به رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع شیر میدادن. دوستان این صفحه رو نمایش بدن. روایت 27 هست و باب مولد رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. محمد ابن یحیی این رو روایت کرده از سعد ابن عبدالله تا سندش از علی ابن معلا، ان علی ابن معلا ان اخیه محمد، برادرش که در واقع
محمد ابن معلا هست، در واقع اینو روایت کرده. این در این سند میاد روایت میکند از ابی عبدالله، این از ابو بصیر روایت کرده که بینندگان عزیز با ابو بصیر آشنایی دارند، اونی که سگ‌ها همیشه مورد عنایت قرار میدادند ایشونو. ان ابی عبدالله نقل کرده لما ولد النبی صلی الله علیه و سلم مکث ایاما لیس له لبن، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا اومدن تا چند روز شیر نداشتن. این روایت خودش اونقدر مفتضح و رسوا هست که انسان فقط روایت رو دقت بکنه میدونه که این واقعا یک دروغ و افسانه هست که درست کردن. در این زمانی که رسول الله به دنیا اومد شیر نداشت، لیس له لبن، ایشون شیر نداشت. خب رسول الله شیر نداشت یا مادرشون شیر نداشت؟ یعنی که کسی که جعل کرده، کسی هم که جعل کرده یعنی با زبان عربی آشنا نبوده و نه با زبان عربی، حتی با تاریخ و سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم هم آشنا نبوده. خب این یک مطلب. بالفرض این ما میتونیم توجیه بکنیم یعنی شیری نبوده که بخوره، یعنی شیر نداشته یعنی که مادرشون شیر نداشته. به هر صورت اینو تعبیرش بکنیم، توجیهش بکنیم. فالقاه ابو طالب علی ثدی نفسه، ابو طالب رسول الله صلی الله علیه و سلم را بر روی سینه خودش و پستان خودش انداخت. فانزل الله فیه لبنا، و الله متعال در پستان ابو طالب شیری رو ایجاد کرد. فرضع منه ایاما، تا چند روز رسول الله از ابو طالب شیر میخورد. حتی وقع ابو طالب علی حلیمه السعدیه، تا زمانی که ابو طالب حلیمه سعدیه رو در واقع پیدا کرد. فدفعه الیها، ابو طالب رسول الله صلی الله علیه و سلم را به حلیمه سعدیه داد. الان هر انسان عاقلی رو، مسلمانی رو که اندک آشنایی با سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد، اولین سرپرست رسول الله صلی الله علیه و سلم چه کسی بوده؟ عبدالمطلب بوده. احسناً ابو طالب در اون زمان هیچ کاری بوده. زمانی که پدر ابو طالب زنده بوده، ابو طالب چه کاره هست؟ و اون کسی که سرپرست رسول الله صلی الله علیه و سلم بود عبدالمطلب بود، نه ابو طالب. و اون کسی که حلیمه سعدی پیشش رفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم تحویل اون دادن عبدالمطلب بود، نه ابو طالب. تا زمانی که عبدالمطلب از دنیا رفت، تقریبا در سن 8 سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از اون زمان بود که در واقع سرپرستیش رو در واقع قبول کرد. اما این آقا در واقع از تو یک باغ دیگر هست. خواستن برای پدر حضرت علی یک فضیلتی بتراشه، از تاریخ از همه چیز بیخبر بله. و جالب اینجا هست که من نمیدونم این حکم شرعی این شیرخوارگی نزد شیعه چی هست. 3 روز تمام ابو طالب رسول الله صلی الله علیه و سلم را شیر داده. آیا از این شیر خوردن رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم شرعی شیرخوارگی ثابت نمی شود؟ رسول الله برادر رضایی علی رضی الله تعالی عنه نمی شود؟ چگونه رسول الله صلی الله علیه و سلم دخترشون در واقع به برادر خودشون دادن؟ یعنی علی رضی الله تعالی عنه عملاً برادرزاده رضایی خودشون رو در واقع ازدواج کردن. به هر صورت این معجزه هست. خلاصه پستان ابو طالب شیر داد و نمیدونم چطوری ابو طالب در این وسط اومد که عبدالمطلب بود. به هر صورت این موردی هست که این آقای معلا ابن محمد اینو در واقع برای ما اینو جعل کرده. غیر از این آقا روایات زیادی رو در واقع داره، یعنی بیشترین روایاتی رو که در کتاب در باب نطف هست از این آقا در واقع نقل شده. در باب نطف، این باب معروفی که در مورد در واقع توهین به قرآن هست، روایات تحریف قرآن رو در اون باب در واقع به صورت گسترده آقای کلینی آورده. حدود در واقع زیاد هستن در روایاتی که در این باب اومده. از کل روایات این باب که 90 روایت در واقع بودن، 92 روایت بودن، تقریبا 1/3 این روایات از آقای معلا ابن از همین راوی هست که مورد بحث ما قرار داره. در این باب روایات متعددی رو آقای معلا در واقع ذکر کرده و بسیاری از این روایات در واقع صراحت داره در مورد تحریف قرآن. به طور مثال دوستان اینو نمایش بدن. این روایت با فیه نکتون و نطف من التنزیل فی الولایه که در مورد ولایت اینها رو آوردند. روایات متعددی از آقای معلا هست، معلا ابن محمد هست. در اینجا معلا ابن محمد با سند خودش همون حسین ابن محمد هست، به هم دیگه چسبیدن، هر جا که هستن با هم دیگر
این رو روایت نقل کردند از ابی بصیر فی قول الله عز وجل و من یطع الله و رسوله فی ولایت علی و ولایت الائمه من بعد فقد فاز فوزا عظیما هکذا نزلت. این گونه آیه قرآن در واقع میگوید که نازل شده در صورتی که این دروغی بیش نیست. غیر از این روایت دیگر رو نگاه بکنید. روایت بعدی روایت نهم حسین ابن محمد از معلا ابن محمد. روایت بعدی حسین ابن محمد معلا ابن محمد. حسین ابن محمد از علی ابن محمد است. و روایت بعدی حسین ابن محمد از معلا ابن محمد. روایت 13 حسین ابن محمد معلا ابن محمد. روایت 14 حسین ابن محمد از معلا ابن محمد. یعنی بیشترین روایت رو، یعنی بالغ بر 30 روایت رو در این باب از این آقا در واقع جمع کرده. روایت دیگری که در این زمینه هست و تصریح به در واقع تحریف داره روایت 23 هست حسین ابن محمد از معلا ابن محمد. اینو نقل کرده از ابو عبدالله فی قوله ولقد عهدنا الی آدم من قبل کلمات فی محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریه فنسی هکذا والله نزلت علی محمد. این آیه این گونه بر محمد صلی الله علیه و قسم میخوره که این گونه در واقع نازل شده. و غیر از این روایت زیادی هست در این زمینه. به طور مثال روایت 32 هم هست حسین ابن محمد از معلا ابن محمد هست از رضا اینو نقل کرده فی قول الله عز وجل کبر علی المشرکین بولایت علی ما تدعوهم الیه یا محمد من ولایت علی هکذا فی الکتاب مخطوطه. در کتاب این گونه در واقع نوشته شده. و روایات یعنی واقعا زیادی هست در این زمینه، روایاتی که سراسر غلو هست، افراد هست، افراط در واقع تکفیر هست در مورد ابوبکر و عمر و عثمان. روایت زیادی رو در واقع داره که من اونها رو نیاوردم. روایت افسانه های خیلی عجیب و غریبی رو داره که در این کتاب اومدند که من در واقع به همین مقدار اکتفا میکنم. این آقای معلا ابن محمد این در واقع کسی هست که آقای کلینی غیر از این کسی رو پیدا نکرده که روایات این باب رو در واقع از ایشون فقط نقل کرده، یعنی این که کسی دیگر نبوده که این مطلب رو در واقع بیان بکند. و وقتی که کسی که مضطرب الحدیث و المذهب هست روایاتش در واقع نمونه در واقع که من عرض کردم برای تمام بینندگان عزیز مشخص است که این آقای معلا ابن محمد تا چه اندازه واقعیت داشته، یعنی روایاتش واقعی بوده یا اینکه جعلی بودن. اینو فکر کنم که بینندگان عزیز خودشون در واقع به این نتیجه رسیده باشند که تا چه اندازه ایشون اهل دروغ و جعل و فریبکاری بوده. جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز گرامی، دیدید بررسی دو تن از راویان این باب رو که واقعا شاهکار کردن و بیشترین روایت‌های باب تحریف قرآن رو که در باب نطف و نکت در کتاب کافی هست و صراحت داره بر این که این آیات این گونه نازل شده و ادعای تحریف قرآن کریم در مذهب روافض است. با هم میان برنامه میبینیم و بعد از اون دوباره برمیگردیم خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان و بررسی روایات این باب. با ما همراه باشید. و الى البطولة طاب منك رحيلها انت الذي روضتها وهي التي. استدلال شیعه به حدیث 12 خلیفه بر امامت ائمه 12گانه شان به مردم ادامه خواهد یافت تا آنکه 12 نفر بر آنان فرمان روایی کنند. همه روایات حدیث به صراحت به این موضوع اشاره دارند که این تطول فصولها من أنت قال المجد لي متعجبا.
با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز گرامی، رسیدیم به بررسی متون این سه روایتی که واقعا آقای کلینی خیلی زحمت کشیدن و این سه روایت ضعیف رو در این صحیح ترین کتاب شیعیان اثنا عشری بعد از قرآن کریم صحیح ترین کتابشون در این بابی که میخواد ثابت بکنه که ائمه خلفاء الله در زمین هستن و به قول خودش و ابواب التی منها یؤتا، ببینیم که متن این روایات چگونه است. جناب مولانا، متن این روایات منگونه که قبلا گفتم همهشون متفق هستن بر این نقطه که ائمه خلفاء الله متعال بر روی زمین هستن. اما قبل از این که به متن روایت من بپردازم، موردی رو که من در مورد شیر دادن ابو طالب در واقع ذکر کردم، دوستان اگر نمایش بدن، در اینجا راوی هست به نام علی ابن معلا از برادرش عن اخیه محمد، یعنی که این ظاهرا میشود محمد ابن معلا میشود. اگر برادر علی ابن معلا هست میشود محمد ابن معلا، که این راوی که مورد بحث و بررسی ما هست معلا ابن محمد هست. ظاهرا در اینجا یا اینکه بنده اشتباهی اینو تلفظ کردند یا واقعا در خود روایت اشتباهی رخ داده باشه. به هر صورت اگر برادرش محمد ابن معلا باشه، شاید یک فرد دیگری باشه که نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری در اینجا در واقع داره. اگر محمد ابن معلا هست، پس ظاهرا این روایت از این راوی این باب که معلا ابن محمد است شاید نباشه. این مورد رو من تصحیح بکنم خدمت بینندگان عزیز. اما در مورد متون این روایاتی که در واقع آورده، ادعایش هم این است که ائمه خلفای الله بر روی زمین هستند. دوستان نمایش بدن روایت اول رو از چندین نفر اینو در واقع روایت کرده. روایت اول از ابوالحسن هست، امام ابوالحسن رضا، یقول الائمه خلفاء الله عز وجل فی ارضه. ایشون گفتند که ائمه جانشینان الله در روی زمین هستند. روایت بعدی از ابو عبدالله هست الاوصیاء هم ابواب الله عز وجل التي منها یؤتی منها ولولاهم ما عرف الله عز وجل و بهم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه. این در واقع در مورد قسمت دوم ترجمه باب هست که ابواب التي منها یؤتی. در مورد این که ائمه خلفای الله هستند در روایت دوم چیزی نیومده. در روایت سوم که حسین ابن محمد از معلا ابن محمد هست از وشا از عبدالله ابن سنان اینو در واقع نقل کرده. میگوید که سألت ابا عبدالله، من از ابو عبدالله میگوید من سوال کردم در مورد این آیه ان قول الله جل جلاله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، که الله متعال وعده داده کسانی را که ایمان و عمل صالح انجام دادند به این که اونها را خلیفه قرار میدهد در روی زمین، همان گونه که پیشینیان را بر روی زمین خلیفه قرار داد. قال هم الائمه. ایشون فرمودند که در واقع امام ابو عبدالله فرمودند که مراد از کسانی که خلیفت الله قرار میگیرند در روی زمین، اونها در واقع ائمه اثنا عشر هستند. پس بنابراین در این باب دو روایت بر این مطلب تصریح کردند که مراد از استخلاف یا خلیفت الله در روی زمین اونگونه که تعبیر میکنند ائمه اهل بیت هستند و استدلالی که کرده در واقع از همین این آیه در واقع هست. روایت اول و روایت دوم در واقع مطلبی برای گفتن یا نقد کردن در واقع ندارند، گرچه تمام این روایت به استثنای روایت دوم در واقع همین مطلب را ادعا کردند که ائمه شیعه جانشینان الله بر روی زمین هستند و مهمترین آیه‌ای که از اون استدلال کرده همین آیه هست وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. الان با هم دیگر این آیه رو با هم دیگر نگاه می‌کنیم. آیه 55 سوره نور در واقع هست. الله متعال در این آیه وعده داده به مؤمنان و مسلمانان که آیه در واقع واضح و آشکار هست. الله متعال می‌فرماید که وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الله متعال آن دسته از شما را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، الله متعال اونها را در واقع وعده داده. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، که آنها را خلیفه قرار میدهد در روی زمین، کما استخلف الذين من قبلهم،
خوفهم، همون گونه که پیشینیان را در واقع جانشین قرار داد و خلیفه قرار داد. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، الله متعال قطعا دین آنها را تمکین میبخشد، اون دینی را که الله متعال اون رو پسندیده راضی هست، دینی رو که الله متعال برایشون پسندیده اون رو در واقع تمکین میدهد. ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و بعد از خوف و هراس و ترس به اونها در واقع امنیتی رو میدهد، این امنیت را جایگزین ترس و وحشت میکند. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. در این آیه ما میبینیم که الله متعال، یعنی آیه کاملا واضح و آشکار هست که در اینجا اون کسانی که موعود هستند، به چه کسانی الله متعال در این آیه وعده داده، اونها مشخص کرده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، اون کسانی را که از شما ایمان آوردند. ضمیر منکم خطاب به کی هست؟ قطعا خطاب به کسانی هست که معاصر نزول قرآن بودند، یعنی این قرآن در میان اونها نازل شده، مخاطبان اصلی قرآن در واقع بودند که همون اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. در این آیه اومده که الله متعال کسانی رو که در آینده می آیند اونها را خلیفه قرار میدهد. صراحت هست که وعد الله الذین آمنوا منکم، الله متعال آن کسانی رو از شما که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند اونها را الله متعال در واقع وعده داده که اونها رو خلیفه بکنند. جالب این است که در این آیه تأکیدهای خیلی زیادی رو الله متعال در واقع به کار برده. اصل تأکید خود همین وعده هست. وعد الله متعال وعده داده. جایی رو که الله متعال وعده بدهد به هیچ عنوان در واقع الله متعال خلف وعده نمی کند. وقتی که وعده ای را داد، یعنی این که یک امر تأکیدی هست، بر این مطلب اصرار داره الله متعال که این کار رو حتما در آینده خواهد کرد. پس بنابراین تأکید اول این که این یک نوع وعده هست. بعد از این تعبیراتی که در لیستخلفنهم آمده، لیمکنن لهم آمده و لیبدلنهم آمده، تمام اینها با لام تأکید و نون تأکید ثقیله هست. یعنی قوی ترین حالتی رو که در زبان عربی می شود که تأکید کرد بر آن، هم لام تأکید رو آورده و هم نون تأکید رو در آورده و در تمام این موارد لیستخلفنهم حتما و مؤکدا اونها رو خلیفه خواهد گرداند و لیمکنن لهم حتما دین را برای اونها تمکین خواهد داد و لیبدلنهم حتما و قطعا خوف و هراس اونها را از بین خواهد برد و به جای اون در واقع الله متعال امنیتی را جایگزینش خواهد کرد. در این آیه کافی هست که هر انسانی بدون تعصب این آیه را وقتی که تلاوت بکند و در این تدبر بکند مطمئن می شود که این آیه به هیچ عنوان هیچ گونه ربطی به ائمه شیعه ندارد. نه از نظر معنی دارد و نه از نظر محتوایی و نه از نظر تطبیق تاریخی. به هیچ عنوان ارتباطی به ائمه شیعه در واقع ندارد، زیرا که در این آیه الله متعال 3 وعده رو داده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الله متعال 3 وعده داده به کسانی که از صحابه بودند، ایمان آوردند و مخاطبان قرآن بودند، منکم بودند، یعنی از کسانی که در زمان نزول قرآن و نزول این آیه حضور داشتند. 3 تا وعده رو الله متعال در این آیه به صورت تأکید مکرر این الله متعال وعده داده. اولین وعده استخلاف هست. استخلاف به تعبیر سادهش یعنی اونها رو خلیفه میگرداند. خلیفه میگرداند در روی زمین، بر روی زمین، یعنی این که به اونها قدرت اجرایی میدهد. لیستخلفنهم فی الارض، اونها رو در روی زمین خلیفه میگرداند. و لیمکنن لهم دینهم، دین اونها رو تمکین میبخشد. و وعده سوم امنیت بعد از خوف هست. 3 وعده مؤکد و با تأکید رو الله متعال به اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم داده، به اونهایی که مخاطبان اصلی این آیه بودند. وعده اولی استخلاف، وعده دومی تمکین دین و وعده سومی امنیت بعد از خوف هست. پس بنابراین در این آیه 3 وعده
قطعی رو الله متعال به مسلمانان داده. اون کسانی که به اونها وعده داده شده چه کسانی هستند؟ خود آیه مشخص کرده که وعد الله الذین آمنوا منکم، اون کسانی از شما را که در واقع ایمان آوردند. پس بنابراین مخاطبان این آیه یا اون کسانی که موعود لهم بودند صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. بنی امیه و بنی عباس و نمیدونم حکومت مهدی آخر الزمان و بقیه نبودند، زیرا هیچ کدام از اینها مخاطبان اصلی آیه نبودند که در زمان نزول این آیه اونها در واقع مسلمان شده باشند و مورد خطاب الله متعال در واقع قرار گیرند. بنابراین این آیه سه مطلب رو در واقع در بر دارد. برای این که ما بفهمیم که این افراد چه کسانی بودند باید تاریخ رو در واقع بررسی بکنیم. عقیده اهل سنت و الجماعت و عقیده شیعه رو باید در کنار همدیگر بگذاریم. حقایق و وقایع تاریخی را و گفتار اهل بیت را و روایات شیعه رو در واقع کنار هم بگذاریم تا اینکه این آیه رو در واقع برای ما مشخص بکنند که همان گونه که آقای معلا ابن محمد میگوید و آقای کلینی ادعا کرده آیا اینها در واقع ائمه شیعه هستند یا کسان دیگر. اگر با خودمون صادق باشیم، با روایات صحیح بررسی بکنیم، با عقل سلیم بررسی بکنیم، این آیه دلیل قوی هست برای اثبات خلافت ابوبکر و عمر و عثمان. دلیل بسیار واضح و روشنی هست که دلالت میکند بر خلافت این بزرگواران. خب الان بیایم دنبال مصداق بگردیم برای این آیه، دنبال مصداق بگردیم که مصداق این آیه چه کسانی هستند. الله متعال در طول تاریخ اسلام از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفته تا به امروز این استخلاف را به اضافه تمکین دین را به اضافه تبدیل خوف و هراس به امنیت را این رو به چه کسانی داده بوده؟ آیا ائمه شیعه چنین ویژگی هایی را داشتند یا اینکه نداشتند؟ بقیه ائمه شیعه را بگذاریم کنار، حتی حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو ما در نظر بگیریم. به اتفاق شیعه و سنی حضرت علی رضی الله تعالی عنه مخاطب این آیه در واقع نمیتونه قرار بگیره. چطور؟ زیرا که در این آیه سه مطلب را الله وعده داده. این سه وعده برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه به صورت کامل اجرا نشده بود. گرچه از دیدگاه اهل سنت و الجماعت یک بخشی از این آیه حضرت علی مصداقش هست اما در بخش دیگر نیست. استخلاف ما معتقد هستیم که علی خلیفه بوده، چهارمین خلیفه بوده، به خلافت رسیده، مردم با اون در واقع بیعت کردن. اما شیعه معتقد هست که استخلافی رو نداشته، معتقدند که خلافت در واقع غصب شده بود. تمکین دین از دیدگاه اهل سنت و الجماعت برای ابوبکر و عمر و عثمان و همچنین علی هم حاصل بوده. همون دینی رو که علی معتقد به آن بوده در زمان خودش اون دین رو اجرا کرده بوده. اما شیعه معتقد هست که نه، چنین نبوده. شیعه معتقد هست استخلاف هم نبوده، زیرا که در واقع خلافتش رو غصب کردند، و معتقدند که تمکین دین هم نبوده، زیرا که علی رضی الله تعالی عنه در واقع تقیه می‌کرده، و همچنین این امنیتی که در زمان حضرت علی رضی الله تعالی عنه به اتفاق شیعه و سنی امنیتی وجود نداشته، بلکه در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه جامعه اسلامی دچار درگیری‌های داخلی شده بود. پس بنابراین به اتفاق شیعه و سنی مصداق کامل این آیه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نمی‌تواند قرار بگیرد. علمای شیعه هم این اعتراف کردند. به طور مثال نورالله شوشتری در کتاب احقاق الحق صفحه 244 این مطلب را کاملا صراحت کرده و مطلبش رو من در اینجا یادداشت کردم که میگه والحاصل ان امر الخلافه ما وصل الیه الا بالاسم دون المعنى. میگوید که خلافت فقط با نام به علی رسید، نه با معنا. این فقط نام خلافت بود، وگرنه یک چیز سوری و ظاهری بوده که اسمش بوده خلیفه، وگرنه به خلافت در واقع نرسید. جملهش این است والحاصل ان امر الخلافه ما وصل الیه الا بالاسم دون المعنى. ایشون فقط به نام خلیفه بودن و در حقیقت معنی نبودن. و کان علیه السلام معارضا منازعا مبغضا فی ایام ولایته، که در ایام ولایت و خلافت خودشون ایشون معارض بود، یعنی مخالف داشت، منازع داشت و در واقع مورد بغض و کراهت در واقع قرار گرفته بود. این یکی از اعترافات علمای شیعه هست که معتقدند که علی فقط با نام به خلافت رسیده بود. ما معتقدیم که ایشون واقعا به خلافت رسید، خلیفه چهارم مسلمانان علی هست. اما آقایون معتقد هستند که نه، این خلافت یک خلافت سوری و در واقع ظاهری بوده. غیر از این وقتی که ما نگاه میکنیم
که آیا در زمان علی رضی الله تعالی عنه، پس بنابراین این استخلاف نرسیده به علی بنابر اعتقاد شیعه، اونگونه که آقای شوشتری ادعا کرده که این خلافت فقط خلافت ظاهری بوده. آیا در زمان علی تمکین دین بوده یا نبوده؟ آیا علی تونسته اون دینی رو که دین واقعی هست، حقیقی هست، اونو جایگزین کنه در روی زمین، اون رو در واقع اجرا بکند یا اجرا نکند؟ این در خودشون آقای کلینی و دیگران اعتراف کردند که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه چنین قدرتی رو در واقع نداشته، بلکه همان دین تحریف شده بنابر اعتقاد شیعه، همون بدعت هایی که خلاف اسلام بودند که خلفای قبلی ایجاد کردند، اون گونه که میگویند همون بدعت ها رو حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم انجام میدن. کتاب قرآن اصلی رو حاکم بله، همین این روایت ده ها و صدها روایتی رو که در کتاب اصول کافی و بقیه روایت اومده که قرآن اصلی این گونه بوده، حضرت علی نتونستی قرآن واقعی رو نشون بده که این گونه بوده، اون گونه که عثمان جمع‌آوری کرد یا ابوبکر جمع‌آوری کرد اون گونه نبوده. غیر از این حضرت علی رضی الله تعالی عنه به اتفاق شیعه و سنی در زمان خلافت خودشون هیچ گونه اصلاحات دینی رو انجام ندادند. به هیچ عنوان هیچ گونه اصلاحات دینی رو، یعنی انحرافاتی رو که بالفرض در زمان گذشته بوده باشه و علی بخواد اون اصلاح بکنه، چون این کاری رو علی رضی الله تعالی عنه انجام ندادن. الان از دو حال خالی نیست. اگر دین واقعی همون دینی بوده که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان بوده که علی هم اون دین رو داشته، خب که ما واقعیت هم این هست و ما معتقد بیان هستیم، پس بنابراین خلفای گذشته بر دین اسلام عمل کردند، هیچ گونه انحرافی رو نداشتند، هیچ گونه بدعتی رو ایجاد نکردند. بالفرض این که ما قبول بکنیم اون گونه که شیعه میگوید که خلفای قبلی منحرف بودند، بدعت گذاشتند در دین، به اتفاق شیعه و سنی علی رضی الله تعالی عنه در زمان خلافت خودش هیچ گونه اصلاحاتی رو در این زمینه انجام نداد. یعنی این که تمکین دین در زمان عیسی، در زمان علی رضی الله تعالی عنه حاصل نشده بود، پس بنابراین علی مصداق این آیه نمیتواند قرار بگیرد. آقای کلینی روایتی رو آورده در کتاب روزه که آقای فیض کاشانی رو در کتاب الوافی هم در نقل کرده، دوستان نمایش بدن. کتاب الوافی هست و جلد 26 و کتاب روزه هست که برمیگرده به روزه آقای کلینی که این روایت رو در اینجا آورده، در جلد 26 عرض کردم و در صفحه 56 در اینجا آورده و این مطلب را نقل می کند. میگوید که ثم اقبل بوجهه و حوله ناس من اهل بیته و خاصته و شیعته فقال قد عملت الولاة قبل اعمالا خالف فيها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که خلفای قبلی اعمالی رو انجام دادن برخلاف رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی تغییر دادن، مخالفت کردن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، متعمدین لخلافه، عمدن این کار رو انجام دادن، ناقضین لعهده، پیمان پیامبر رو شکستن، مغیرین لسنتی، سنتش رو تغییر دادن. خب بالفرض ما قبول بکنیم که خلفای قبلی این کار رو انجام دادن، نقش علی در این زمینه چی بوده؟ نباید علی برای همین تغییرات در واقع مشوره داد که عرض خواهم کرد ولو حملت الناس علی ترکها، اگر من مردم را مجبور بکنم که اون بدعت ها رو ترک بکنند، و حولتها الی مواضعها، هر حکمی رو به جای خودش قرار بدم، و الی ما کانت فی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم لتفرق عنی جندی، این لشکر من از کنار من متفرق می شوند. یعنی این که عملا حضرت علی رضی الله تعالی عنه به خاطر این که مردم رو دور بر خودش نگه داشته باشه، هیچ گونه اقدامی رو در این زمین انجام نداشت و در ادامه انجام میده و میگه مواردی رو ذکر میکند. ارایتم لو امرت بمقام ابراهیم علیه السلام فرددت الى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، اگر مقام ابراهیم رو جایش عوض بکنم بذارم جایی که در زمان رسول الله بوده. ورددت فدک الى ورثه فاطمه، اگر فدک رو برگردانم به وارثان فاطمه. ورددت صاع رسول الله، صاع رسول الله رو بر بگردم، این پیمانه رسول الله به همون اندازه قبلی باقی میمونه. و موارد دیگری در اینجا در واقع ذکر میکند و تمام این موارد را و من جمله و نزعت النساء تحت رجال بغیر حق، و زنهایی رو از زیر مردانی که به ناحق در واقع در اختیار دارند اونها رو من بیرون بکشم. یعنی این که ازدواج‌های حرامی صورت گرفته و علی همچنان در واقع ساکت هست. الی آخر و یک مطلب خیلی طولانی هست. در اینجا
اعتراف کرده آقای کلینی با این روایتی که در اینجا آورده که علی رضی الله تعالی عنه تمام بدعت‌ها و خرافات و خلاف دینی رو که بالفرض در زمان خلفای قبلی انجام گرفته بوده تمام اونها رو در واقع عوض نکرده. معنیش این می شود که علی رضی الله تعالی عنه مصداق این آیه نیست، زیرا که در این آیه الله متعال صراحتاً می‌فرماید وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، الله متعال وعده داده اون کسانی را که ایمان داشتند و عمل صالح انجام دادند به سه چیز را، لیستخلفنهم فی الارض، خلیفه قرار میدهد اونها را در روی زمین، و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، دینی را که الله متعال برایشون پسندیده اون دین را تمکین میدهد، یعنی دین در زندگی مردم در واقع حاکم می شود. اما به اتفاق شیعه و بنابراین روایاتی که در اینجا در واقع آورده متاسفانه ما می بینیم که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هیچ گونه تمکینی رو برای دین در واقع نداشتند، بلکه ایشون برعکس در زمان به قول شیعه در ترس و واهمه بودند. غیر از این خب این در مورد حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. وقتی که ما برمیگردیم و از دیدگاه شیعه و کلام شیعه و ائمه شیعه خلافت خلفای ثلاثه رو بررسی میکنیم، میبینیم که تمام این موارد رو داشتند، هم استخلاف در ارض رو داشتند، هم تمکین دین رو داشتند و هم این که در زمان اونها خوف و هراسی نبوده، امنیت رو در واقع داشتند. به طور مثال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اجتماع کردند، با اجماع آرا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو در واقع انتخاب کردند، اون گونه که طبرسی در احتجاج خودش آورده و آقای مجلسی در مرآت العقول جلد 26 صفحه 188 این مطلب را آورده و صراحتا این رو آوردند که ما من الامه احد بایع مکرها غیر علی و اربعتنا، میگوید از تمام امت یعنی تمام اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ کسی با اجبار بیعت نکرده، یعنی تمام صحابه و اهل مدینه همهشون با رضایت خودشون رفتن پیش ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در واقع بیعت کردند به جز 4 نفر، حضرت علی رضی الله تعالی عنه و این 4 نفر ما، ابوذر و مقداد و عمار، در واقع که این 4 نفر میگوید که اینا با یعنی اکراه اومدن بیعت کردن، اما تمام امت به اجماع و با میل دل خودشون رفتن در واقع بیعت کردن. و غیر از این ما میبینیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در واقع این رو اعتراف کرده در نهج البلاغه در جاهای متعددی از این کتاب که عرب در زمان ابوبکر و عمر و عثمان اجماع نظر داشتند، اتفاق نظر داشتند بر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یا در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. ایشون در کتاب نهج البلاغه خطبه 146 میگوید که والعرب اليوم و ان كانوا قلیلا فهم كثيرون بالاسلام، میگه عرب ها یعنی در اینو در زمان مشوره به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اینو میگوید که عرب در امروز با این که کم هستند اما با اسلام زیاد هستند، یعنی چون که مسلمان هستند و اسلام را دارند پس بنابراین خیلی قوی هستند و عزیزون بالاجتماع، به خاطر همدستی که دارند، یک پارچگی که دارند قدرتمند هستند. خب خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه اینو میفرماید که یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان عمر رضی الله تعالی عنه همهشون اتفاق نظر داشتند و همدست بودند، یعنی این که برای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه استخلاف و تمکین در روی زمین کاملا در واقع حاصل شده بود. این مطلب رو در خطبه 146 نهج البلاغه هست که حضرت علی رضی الله تعالی عنه اینو صراحتا در واقع بیان میکند. من اگر خدمت بینندگان اینو نمایش بدم، خطبه 146 بله در اینجا هست و جالب هست این در مورد مشوره‌ای هست که حضرت علی رضی الله تعالی عنه به عمر دادن. خطبه 146 هست در کتاب نهج البلاغه من کلام له علیه السلام لعمر بن الخطاب و قد استشاره فی غزوة الفرس بنفسه. این مطلب رو علی رضی الله تعالی عنه در زمانی به عمر گفت که عمر از ایشون مشوره خواست در مورد جنگ با ایران
فی غزوة الفرس بنفسی. ایشون میخواست خودشون شخصا وارد این جنگ بشن، این فرماندهی این جنگ رو خودشون به عهده بگیرن. حضرت علی رضی الله تعالی عنه بهشون چه فرمود که ان هذا الامر لم یکن نصره ولا خذلانه بکثرة ولا قله. این امر یعنی دین ما در واقع پیروزی و شکستش بستگی به قلت و کثرت نداره. ما به خاطر تعداد هیچ وقت در واقع پیروز نبودیم، بلکه و هو دین الله الذی اظهره. این دین الهی هست که الله متعال اینو ظاهر کرده، عامش کرده. و جنده الذی اعده و امده. و این لشکر الهی هست که الله متعال رو فراهم آورده. حتی بلغ ما بلغ و طلع حیث طلع، تا اینکه این دین به هر جایی که امروز رسیده در واقع رسید. و این جملهش واقعا جای تأمل داره. و نحن علی موعود من الله. ما وعده الهی رو همراه داریم. ما وعده الهی رو همراه داریم. و جالب است که این وعده الهی همین آیه هست که در واقع الله متعال میفرماد وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، که الله متعال وعده داده به اونها که به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که استخلاف در روی زمین رو خواهند داشت و تمکین دین رو خواهند داشت و اینکه این خوفشون تبدیل به امنیت می شود. و نحن علی موعود من الله، میگه ای عمر ما وعده الهی رو همراه داریم. والله منجز وعده و ناصر جنده. الله متعال وعدهش را ایفا خواهد کرد، عملی خواهد کرد. و ناصر جنده، و سپاهش را و لشکرش را یاری خواهد کرد. و مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز. و این جمله میگه که جایگاه رهبری در این دین مانند اون ریسمانی هست که در واقع مهره ها رو به همدیگر وصل کرده. یجمعه و یضمه، که اینها رو در واقع با همدیگر جمع میکنه در یک جا. فإن انقطع النظام تفرق و ذهب. اگر این در واقع نخ پاره بشود و کنده بشود، این همه مردم در واقع متفرق میشوند. ثم لم یجتمع بحذافیره ابدا. همه اونها دوباره قابل جمع کردن نیست. این جمله است که من عرض کردم. والعرب اليوم وان كانوا قلیلا فهم كثيرون بالاسلام و عزیزون بالاجتماع. عرب امروزه با این که کثیرون بالاسلام و عزیزون بالاجتماع، گرچه کم هستند اما با توجه به دین و ایمانی که دارند زیادند و با توجه به اجتماع و یک پارچگی دارند. امروز مسلمانان در واقع قوی هستند. اینو بکی گفته؟ به سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه. یعنی این که مسلمانان در زمان عمر با این که در واقع کم بودند اما قدرتشون زیاد بوده، با این که در واقع اندک بودند به خاطر اجتماع و یک پارچگی در واقع داشتند، اونا قدرتشون هم زیاد بوده. الان مشوره ایشون این است که فقط قطبا واستدر الرحى بالعربی. و این طولانی هست که ایشون مشوره میدهد که مشوره من این است که خودت شخصا برای جنگ نرو، یک فرد دیگری رو بفرست و تو در اینجا در واقع از دور مدیریت بکن و بالفرض اگر مسلمانان شکست بخورن تو بعد از اون میتونی که این شکست رو در واقع جبران بکنی. این یک از خطبه هایی هست که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در این در واقع اعتراف کرده که عمر رضی الله تعالی عنه مورد اتفاق بوده، اجتماع بوده و همه اتفاق نظر داشتن و تمکین دین در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در واقع اتفاق افتاده بود. و همچنین همین خطبه رو که عرض کردم حضرت علی رضی الله تعالی عنه در این خطبه صراحتا این جمله را گفته بودند که و نحن علی موعود من الله والله منجز وعده و ناصر جنده، که الله متعال به ما وعده داده. وعده ای رو که الله متعال داده بود همین وعده ای هست که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان عملی شد. در زمان ابوبکر و عمر و عثمان عملی شد. یعنی این کم استخلاف بر روی زمین بود، همه اتفاق نظر داشتن بر خلافت ابوبکر صدیق و در زمان ابوبکر صدیق و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم این در واقع دین گسترش پیدا کرد، فتوحات خیلی زیادی انجام گرفت و دین به اونجا به اندازه‌ای در واقع که حضرت علی رضی الله تعالی عنه که تعبیری رو که دارن در نهج البلاغه حتی ضرب الدین بجرانه، که دین در واقع تمکین شد، یعنی برای تمام مردم عملی شد. این تمام وعده های الهی هست که الله متعال در زمان ابوبکر و عمر و عثمان در واقع اینها رو این آیه رو در واقع عملی کرده و این آیه هیچ گونه ارتباطی با ائمه اثنا عشر، نه با علی و نه با بقیه ائمه 11 امام دیگر شیعه در واقع ندارد. این به تعبیر شیعه هست، اما از دیدگاه اهل سنت و الجماعت حداقل بخشی از این آیه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هم مشمول در واقع ایشان هم می شود
زیرا که استخلاف را داشتن. تمکین دین هم در واقع در زمان ایشان بود از دیدگاه ما، منتها اون امنیتی که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان بوده در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اتفاق نیفتاد. جزاکم الله خیر. همونطوری که دیدید بینندگان عزیز و گرامی، در 3 روایت ضعیفی که طبق اعتراف خودشون در کتاب مرآت العقول آقای مجلسی وقتی بررسی کرده گفته این 3 روایت ضعیف است. غیر از ضعف این روایات، دلایلی هم که در این روایات ذکر شده دلایل لایتچسبک است که فقط به درد خود آقای کلینی میخوره تا یک کتابی نوشته باشه در حدیث و اینم صحیح ترین کتاب این هاست. دیگه شما بقیه کتاباشون رو خودتون تصور بکنید که وقتی که این وضعیت صحیح ترین کتاب اینها باشه بقیه کتاباشون چطوری خواهد بود. میان برنامه میبینیم و دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. قوی ترین دلیل امامت از دیدگاه جناب آخوند مایوف علی. و این دروغ هایی که دارید میگید، شهوت بازی هایی که دارید میکنید، امشب همین شهوت بازی رو برای ما بکنید. این دیگه از این بهتر نمیشه چیز که از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه داره. یکی از بهترین و قوی ترین دلیل ما بر امامت و ولایت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین آیه 55 سوره مائده هست. خب این خیلی واضح و روشن هست و هیچ شک شبهه‌ای هم ندارد. دیگه اون آقایی که نماز میخواند و به سائل در حال رکوع صدقه میدهد او ولی شما هست. دیگه اون آقایی که نماز میخواند و به سائل در حال رکوع صدقه میدهد او ولی شما هست. و در تاریخ ما نداریم کسی که همچه اتفاقی غیر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه براش اتفاق افتاده باشه. چند سؤال ما از جناب آیت الله مایوف علی. 1. آیا سیدنا علی رضی الله عنه ثروتمند بود که بر او زکات واجب شود؟ 2. آیا پرداخت زکات در نماز در خشوع نماز خلل ایجاد نمی کند؟ 3. شما می گویید در تاریخ ما نداریم که همچنین اتفاقی غیر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای شخص دیگری اتفاق افتاده باشد. اکنون ما به شما می گوییم پس 11 امام دیگر شما هم در حال رکوع صدقه ندادند. حال چگونه می خواهید امامت آنها را ثابت کنید؟ 4. در آیه آمده انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، که ترجمهش این است: همانا ولی شما الله و رسولش و مؤمنانی هستند که در حال خشوع و خضوع زکات می‌دهند، که راکعون به معنای خاشعون می باشد. و همچنین اگر بنا بود فقط برای علی باشد می گفت الذی، یعنی کسی، نه اینکه بگوید الذین که معنای آن می شود کسانی، که خود دلالت بر این دارد این آیه از خصائص علی رضی الله عنه نیست و شامل هر مؤمنی می شود که در حال خشوع زکات مالش را بپردازد. جناب آیت الله، چرا در آیه به جای الذی الذین ذکر شده است؟ 5. جناب آیت الله مایوف علی، این قوی ترین دلیل شما برای اثبات امامت هیچ اشاره‌ای به امامت ندارد، چرا که واژه ولی در زبان عرب به چندین معنا می آید که هیچ کدام معنای جانشینی را نمی دهد. پس چگونه شما معتقد به امامتی هستید که هیچ برهانی برای آن ندارید؟ عهد بوغ شما دارید تو جنگل آمازون صحبت میکنید و کسی نیست دنبال حرف شما را بگه. اقلن حرف که میزنید فکر کنید، دقت کنید، بعد حرف. چوپان دروغگو، دوستان همه مردم ایران میشناسنش. چوپان دروغگو، همه مردم ایران میشناسنش. چوپان دروغگو، دوستان همه مردم ایران میشناسنش. چوپان دروغگو، همه مردم ایران میشناسنش.
بینندگان عزیز و گرامی، با سلامی دوباره خدمت شما. احمد جان میگه چرا قطع کردیم؟ ما داشتیم با حضرت مولانا صحبت میکردیم در مورد اینکه آیا تماسهای شما عزیزان رو بگیریم یا که ادامه موضوع رو ایشون صحبت بکنن. شماره تلفن ها رو زیرنویس میکنیم، مثل اینکه جناب مولانا میخوان مطالبی رو ارائه بدن در مورد موضوع و انشالله میتونید از طریق شماره تلفن های برنامه، از طریق اسکایپ و از طریق ایمیل live@wasaal.tv هم با ما تماس بگیرید و در رابطه با موضوع برنامه انشالله صحبت خواهید کرد. اسکایپ هم احمد جان میتونن زنگ بزنن؟ بله، از طریق اسکایپ هم میشه تماس گرفت. بفرمایید. مطالب زیادی باقی مونده، من میخوام که خلاصه بکنم این تا اینکه وقتی انشالله به بینندگان عزیزم برسه. 12 دقیقه میتونیم وقت بدیم به شما. بسیار خوب، شاید بینندگان وقت دادم، وقت اضافی بدم. در صورت روایتی که در مورد خلافت ابوبکر صدیق به صورت کلی، یعنی خلفای ثلاثه هست، قبل از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه یا همراه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، روایات در واقع صحیح و صریح هستند نزد اهل سنت و الجماعت. هم آیات دلالت قوی تری رو دارند بر جانشینی ابوبکر و عمر و عثمان از اون روایاتی که شیعه برای سیدنا علی استدلال میکنن، و هم این که روایات صحیح تر هست و در واقع صریح تر هم هست در این زمینه، که این مثال رو نمیخوام من باز بکنم. فقط در مورد همین آیه‌ای که آقای معلی ابن محمد استدلال کرده بودند و از قول امام جعفر صادق رحمت الله علیه گفته بودند که این آیه در مورد ائمه شیعه هست، این رو متاسفانه هیچ کدام از ائمه شیعه اونگونه که در واقع من نمونه‌هایی رو آوردند از کلام علمای شیعه نمیتوانند مصداق این آیه در واقع باشند. اما کسانی که در واقع توجهی به نقل صحیح یا عقل سلیم در واقع ندارند، متاسفانه اومدند و این آیه را گفتند که تطبیق بدهند این رو بر ائمه شیعه، و همون گونه که خودشون هم اعتراف کردن به هیچ عنوان این آیه قابل تطبیق بر ائمه 11 گانه یا 12 گانه شیعه در واقع نیست. در همین مورد در کتاب در واقع تفسیر صافی که فیض کاشانی هست، در تفسیر سوره نور در آیه 55 مطلبی رو در اینجا ذکر کرده که من بینندگان عزیز انشالله این رو نمایش میدم به بینندگان. در آیه 55 هست در این سوره و همین آیه هست که وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. در اینجا آمده که ليجعلنهم خلفاء بعد نبيكم، ليجعلنهم خلفاء بعد نبيكم، الله متعال اونها را خلیفه قرار میدهد بعد از پیامبر شما. آیا عملا برای ائمه شیعه چون این اتفاقی افتاد؟ نیفتاد. معنیش این است که اگر واقعا مصداق این آیه ائمه شیعه باشند، یعنی این که این وعده الهی خلف شده.
الله متعال خلف وعده کرده، وعده داده بود که بعد از پیامبر اینها رو خلیفه بکند، اما هیچ کدام از اینها به خلافتی که شیعه معتقد هست نرسیدند غیر از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و حسن که این خلافت رو هم علی رضی الله تعالی عنه مرهون بیعت مردم میدونست، نه اینکه در واقع از جانب الله متعال به عنوان یک منصب الهی باشه. به هر صورت اگر واقعا ائمه اثنا عشر مشمول این آیه باشند یا مصداق این آیه باشند، این آیه در واقع خلاف وعده الهی در واقع ثابت می شد. در صورت لیجعلنهم خلفاء بعد نبیکم، و در ادامه روایتی را آورده در اینجا از کافی عن الصادق انه سئل عن هذه الآیات فقال هم الائمه، اشاره به همین روایت معلا ابن محمد می کند که منظور از کسانی که الله متعال اونها را وعده داده ائمه هستند. اما دیدیم که هیچ کدام از وعده هایی که الله متعال در این آیه ذکر کرده در زمان ائمه شیعه در واقع حاصل نشده و تحقق نیافتند. پس بنابراین به هیچ عنوان نمیتوانیم که ائمه اثنا عشر شیعه را مصداق این آیه در واقع ما قلمداد بکنیم. روایت دیگری در اینجا و عن الباقر علیه السلام ولقد قال الله فی کتابه لولات الامر من بعد محمد خاصه، الله متعال به والیان امر بعد از محمد صلی الله علیه وسلم به صورت خصوصی و اختصاصی این آیه رو در واقع فرمودند و این در واقع وعده رو بیشون دادند که الذین آمنوا منکم الی قوله و اولئک هم الفاسقون یقولون استخلفکم لعلمی و دینی و عبادتی بعد نبیکم کما استخلف وساط آدم، که من شما را خلیفه میکنم برای دینم، برای علمم و برای عبادت خودم که در واقع بعد از پیامبر من شما خلیفه باشید، که هیچ عنوان چنین اتفاقی در واقع نیفتاد. و بعد از اینکه دیدند که در واقع امکان نداره، دیدند که شیعه واقعا یعنی عملا دیدند که چنین اتفاقاتی بعد از رسول الله نیفتاد، یعنی ائمه اثنا عشر هیچ کدامشون به این جایگاه نرسیدند، این وعده ها هیچ کدام در زمان ائمه اثنا عشر تحقق پیدا نکرد. آقای قمی رفته ادعا کرده که نزلت فی القائم من آل محمد، ایشون میگن که نه این در مورد قائم آل محمد هست، یعنی در صورتی که در اصل روایت کافی اومده بود هم الائمه، ائمه 12 گانه هستند. خب 11 تاشون اومدند و رفتن به یک موهومی که نیومده، دیدند که 11 تا نشد، الان آقای قمی حرف عوض کرده، الان اونا که نشدن این در واقع میشه، در صورتی که آیه کاملا واضح و آشکاره وعد الله الذین آمنوا منکم، از شما یعنی از مخاطبان قرآن در واقع که باشند. و جالب اینجا هست که در ادامه روایت و این مطلب آقای صافی در اینجا میگه که قال الراوی فقلت یا ابن رسول الله، فرزند پیامبر، فان هذه النواسب تزعم ان هذه الايه نزلت في ابي بکر و عمر و عثمان و علی. این ناسبیه فکر میکنند که این آیه در مورد خلفای اربعه هست، ابوبکر و عمر و عثمان و علی. فقال الله لا يهدي الله قلوب الناصبه متى كان الدين الذي ارتضاه الله ورسوله ممكنا بانتشار الامر في الامه وذهاب الخوف في قلوبها وارتفاع الشك من صدورها في عهد واحد من هؤلاء وفي عهد علی مع ارتداد المسلمین. این واقعا انکار مسلمات تاریخه. من قبلا عرض کردم که در غیر از اون گونه که روایت شیعه هست، وگرنه خود حضرت علی و مقداد و ابوذر همه اونها با رضایت اومدند و در واقع بیعت کردند با ابوبکر صدیق. خودشون میگن که غیر از این 4 نفر ما تمام امت با رضایت اومدن بیعت کردند. خب تمکینی چی بهتر از این؟ در زمان خلافت ابوبکر و عمر و عثمان یعنی دنیا فتح شد و در زمان خلافت علی رضی الله تعالی عنه حتی یک وجب به کشور اسلامی اضافه نشد. در زمان ابوبکر و عمر و عثمان مردم یعنی هیچ گونه در واقع دغدغه‌ای رو نداشتن. بهترین امنیتی بود که در زمان ایشان بود. تمکین دین در زمان ایشان در واقع بود. استخلاف کامل با اتفاق آرا در زمان ایشان بود. در زمان علی رضی الله تعالی عنه یا بقیه ائمه در واقع چنین اتفاقی به هیچ عنوان در واقع نیفتاده بود. و روایتی رو بعداً ذکر کرده درباره ان النبی صلی الله علیه و سلم قال زویت لی الارض فاوریت مشارقها و مغاربها و سیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که زمین برای من نمایش داده شد، یعنی جمع شد تا اینکه من زمین رو دیدم. فاوریت مشارقها و مغاربها، شرق و غرب زمین رو من دیدم. و سیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها،
ملک امت من، پادشاهی امت من به تمام این منطقه که من دیدم میرسه و این مناطق در زمان حضرت ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنه و عثمان در واقع فتح شد و در زمان علی رضی الله تعالی عنه و بقیه ائمه 12 امام شیعه را یک طرف بگذاریم، تمام اینها حتی به اندازه یک وجبی هم در واقع خدمتی رو نکردن به اسلام که کشوری را یا یک ملتی رو در واقع به اسلام بازگردانند. و جالب روایت دیگری هست در همین کتاب، در کتاب در واقع فیض کاشانی و جلد بعدیش دوستان نمایش جلد 5 این کتاب هست، فیض کاشانی تفسیر صافی و جلد 5 این کتاب هست، در تفسیر سوره تحریم روایتی رو در این زمینه آورده که در مورد این هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم به حفصه فرمودند که بعد از من ابوبکر و بعد از آن پدر تو به خلافت در واقع میرسند. روایت شیعه است، گرچه در این زمینه روایاتی از اهل سنت و الجماعت هم در واقع داریم. در این روایت اومده به این صورت که و انا افضی الیک سرا، رسول الله صلی الله علیه وسلم به حفصه فرمودند که من یک رازی را با تو در میان خواهم گذاشت. و انا افضی الیک سرا ان انت اخبرت به فعلیک لعنت الله. این جمله رو در واقع اضافه کردن، اگر این راز رو به کسی گفتی در واقع مورد نفرین الهی قرار میگیری. فقالت نعم، گفت بله من به کسی نمیگم. فقال ان ابابکر یلی الخلافه بعدی. این رازی که رسول الله به حفصه گفت این بود که بعد از من ابوبکر به خلافت میرسد. ثم بعده ابوک، بعد از ابوبکر پدر تو به خلافت در واقع میرسد. بعد از من ابوبکر و بعد از ابوبکر پدر تو به خلافت میرسد. همین مطلب را دوباره در اینجا تکرار کرده. و اذ اسر النبی الى بعض ازواج حدیثا یعنی حفصه ولما حرم ماریه القبطی اخبر حفصه انه یملک من بعده ابوبکر و عمر. ایشون فرمودند که بعد از من ابوبکر و عمر به ملک میرسند، به خلافت و به پادشاهی در واقع میرسونند. ما نمیدونیم که حرف کدوم رو در واقع در اینجا قبول بکنیم. این روایت رو آوردند از ائمه خصوصا در اینجا نقل کردن که رسول الله صلی الله علیه وسلم به حفصه فرمودند، این خوشخبری رو بهش دادند، رازی رو بهشون دادند که بعد از من اول ابوبکر به خلافت میرسد و بعد از ابوبکر عمر به خلافت میرسد. یک جای رسول الله اینو گفته و یک جای دیگه هم به قول معروف در واقع علی رو سرکار گذاشته از جانب الله و رسول الله. بله در غدیر قوم گفته و در 1000 جا، نه یک جا نه دو جا، به قول اونها در 1000 جا هم گفته که خلیفه بعد از رسول الله علی هست و حسن هست و حسین هست الی آخر. در اینجا میگویند که نه، این یک رازی هست که رسول الله به حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها داده که بعد از من ابوبکر خلیفه می شود و بعد از ابوبکر هم پدر تو یعنی عمر خلیفه می شود. اتفاقا این راز و این وعده و این پیشگویی رسول الله صلی الله علیه وسلم تطبیق شد، همون گونه که بود ایشون وعده داده بودن، در روایات اومده، در آیات تأییدش اومده. اول ابوبکر روی کار اومد، بعدش عمر و بعدش عثمان رضی الله تعالی عنه در واقع روی کار اومدن و بهترین مصداق برای این آیه 55 سوره نور در واقع خلافت و زمامداری سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنه بودند. این امکان نداره که رسول الله صلی الله علیه وسلم یک جای به عنوان راز و به عنوان سر اینو به حضرت حفصه بگه و جای دیگر علی رو هم دلخوش بکنه که بعد از من در واقع خلیفه منصوب از جانب الهی در واقع تو هستیم. پس بنابراین این آیه دلیل قاطع و محکمی هست که دلالت میکند بر اثبات خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و همچنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه از دیدگاه اهل سنت و الجماعت به همون ترتیبی که در واقع اتفاق افتاد. جزاکم الله خیر. میریم سراغ تماس‌های شما عزیزان. من درخواستی که دارم از بینندگان عزیز گرامی اینه که به مجرد برقراری ارتباطتون با شبکه لطفاً صدای تلویزیون رو کاملا ببندید و با گوشی تلفن صحبت بکنید، چون صدا با چند ثانیه تأخیر از طریق تلویزیون به گوش شما میرسه و ما نمیتونیم در گفتگو با شما رو ادامه بدیم. و همچنین از طریق اسکایپ و از طریق ایمیل برنامه میتونید تماس بگیرید و خواهشاً در رابطه با موضوع این هفته برنامه حجت بی حجت صحبت بکنید. سوالات شرعی در روزهای دوشنبه جناب حضرت مولانا انشاءالله در برنامه زنده پاسخ خواهند داد. بعد سلام علیکم بفرمایید. الو سلام آقای انصاری، خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام میکنم خدمت استاد دهقان علی از خوزستان. علیکم السلام و رحمت. بفرمایید برادر عزیز علی جان از خوزستان. استاد
استاد یه سوالی داشتم. اگه امامان شیعه جانشین الله هستن با اماما فرض کردن پس جانشین هستن و جانشین باید زنده باشه. پس اگه امام زمان جانشینه پس امامی که نه حاضر باشه نه ناظر باشه نه میتونی باش مشورت کنی، نه یه ایرانسلی از امام زمان داری، نه یه شماره همراه اولی از امام زمان داری، چطور میخواد امام باشه؟ امام باید حاضر باشه، باش مشورت کنی، درددلی کنی، میدونم یه مشکلی رو حل کنه. درست. پس این همه اختلاف میلیاردی میشه، حتما امام زمان هم شریک باشون. درست. اینطور که چون او داره اداره میکنه 100% شریک باشون. درست. موفق باش. زنده باشید علی جان، تشکر از تماس شما. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری، حال شما خوبه؟ سلامت خیلی باشید. تشکر میکنم از استاد دهقان از این مطالب خوبی که فرمودن در مورد آیات و اصول کافی. ما حقیقت خیلی درس میگیریم، چون علمای شیعه که میان هم از کتابای اهل سنت میگن ما چیزی یاد نمیگیریم، واقعا از شما داریم اصول کافی رو یاد میگیریم. و این آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات حقیقتا در مورد همون سه خلیفه‌ای که فرمودن ابوبکر و عمر و عثمان، و دلیلش هم اینه که این به منزله، چون پیامبر فرمودن که علی به منزله هارون از موسی، پس اونها میشن سامری و عجلش که خلافت رو از علی گرفتن، مردم دنبال سامری رفتن، هارون رو قبول نکردن. آقای حسینی این آیه ببینید شما الان حرفتون مثل حرفای کلینی و قزوینی و اینا تناقض در تناقضه و دروغ در دروغ. الله سبحانه و تعالی آیه رو نشون بدید احمد جان که ببینن آقای حسینی. وعد الله الذین آمنوا منکم. اگر در مورد سه خلیفه این آیه که اونطوری که شما اگر راست میگید که این آیه اول میاد ایمان اینا رو ثابت میکنه که اینها مؤمنین هستن، اما اگر دروغ میگید و نفاق میکنید این چیز دیگه است طبق عادات علمای خودتون. و عمل الصالحات، اعمال صالح انجام دادن، پس اینا کاراشون همه خوب بوده، هر کاری که کردن ابوبکر و عمر و عثمان همه کاراشون خوب بوده. من آرزو دارم آقای حسینی شما به جای اینکه بیایید تمسخر بکنید آقای حسینی یک کمی به عقل و شعور بیننده احترام بگذارید. من ببینید خاک پای ابوبکر و عمر و عثمان و علی، خاصتا ابوبکر و عمر، خاک پای اونها یا اون گرد و غباری که در دماغ اسبهای اونها در جهاد با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نشسته، بر تو، بر مراجع شما، بر کلینی، بر مجلسی، به همه این سگ‌هایی که در حوزه‌های علمیه قم شما و نجف شما درس می‌خونن شرف دارن. احترام اصحاب پیامبر رو تو این برنامه نگهدار، خاصتا برنامه‌ای که من باشم، والا میندازم تو سطل زباله‌ای که برای تو و امثالتون رو در نظر گرفتم که به اصحاب پیامبر توهین میکنن. اگر که نمیتونی ادب و اخلاقتو مراعات بکنی و اون اخلاق رافضه‌گری و خباثت خودتو میخوای در برنامه نشون بدی، جای تو زباله‌دانی وصال حق است. در مورد اینجا این شبکه ابوبکر و عمر و عثمان علی است. من به تو و امثال تو و همه اون سگ‌هایی که در حوزه علمیه قم و نجف مثل تو رو تربیت کردن اجازه نمیدم که به اصحاب پیامبر کسی توهین بکنه. حرف علمی و منطقی داری بگو و الا صداتو قطع میکنم. بله، من که دارم میگم این آیه حقیقتا در مورد خلفای ثلاثه اجر دنیوی اونهاست و در آخرت طلبی از خدا در آخرت هم اینجا الله سبحانه و تعالی از اونها راضی است و هزاران آیه در قرآن کریم مصداق این آیات قرآن کریم که در یا ایها الذین آمنو در قرآن کریم اومده مخاطبینش ابوبکر و عمر و عثمان هستن. اگر حرف علمی و منطقی دارید صحبت بکنید. آقای حسینی لجام تو وصال حق دست من اینجا، مثل آدم حرف منطقی داری بسم الله، حرف منطقی نداری با شما خداحافظی میکنم. عزیز دلم میگم شما آخر آیه رو قرائت بفرمایید. فمن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. کی است که کافر شده؟ کافر بشن. کسانی که با علی جنگیدن،
بعد از خلفای ثلاثه اینها با علی جنگیدن، کافر به ولایت علی شدن. اینها ببین الان آقای حسینی چرا دور میری؟ آقای حسینی چرا دور میری؟ ما در مورد باب 69 اصول کافی داریم صحبت میکنیم در کتاب حجت که میگه این ائمه 12 گانه ما، اینها را الله سبحانه و تعالی طبق این آیه مکانت داد، اینها را استخلاف در زمین داد و از اونها راضی شد و اینا تونستن دین الله سبحانه و تعالی رو جاری بکنن. تو رو به خدا از 12 امام شما غیر از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه کدوم یکی از اینا تونستن که دین الله سبحانه و تعالی رو در دنیا جاری بکنن، خلیفت الله باشن در زمین؟ کدوم یکیشون؟ خب همین که پیامبر فرمودن تارکون فیکم خلیفتین دلالت بر آقای محترم خلیفتین رو بذار کنار، موضوع بحث ما اونجا نیست. آقای محترم شما چرا این شاخه به این شاخه میپرید؟ باور کن شتر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اسب ابوبکر و عمر و خالد از امام زمان شما تاثیرش در دین مبین اسلام بیشتر بوده که این امام زمانتون نه به درد دین مردم میخوره نه به درد دنیای مردم. حداقل اسب ابوبکر و عمر در راه خدا جهاد که کردن. خب این فرمایش پیامبر گرامی که انت منی به منزلت سامری و تشکر میکنم از شما. وقتی که میگه که چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، ما در مورد باب خلافت الهی داریم صحبت میکنیم، میره در مورد حدیث منزلت. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو بفرمایید. سلام علیکم. الو آیا سلامت خوبه؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از کوهستان زنگ میزنم. مزاحمتون میشم. آقای موسوی هستم. آقای موسوی بفرمایید. آقای موسوی امیدوارم در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنید. من تا چیزی روشن کردم، بعد با یه آقایی که صحبت می‌کردیم. آقای موسوی جانم، شما در برنامه آن روزه که به نام یعقوب حسین زاده زنگ زده بودید. نه موسوی. عوض کردید اسمتون رو؟ نه. این شماره شما نیست؟ 0916 613 1 بر صورت بفرمایید خیلی مختصر در رابطه با موضوع برنامه. راجع به آیه که تازه شما فرمایش کردین. بله. این آیه رو بیننده گرامی نمیدونم شما برنامه رو دیدید یا نه. این آیه رو در باب 69 کتاب کافی که میگه ان الائمه خلفاء الله عز وجل فی الارض، در این باب آوردن و گفتن که این آیه در مورد ائمه اهل بیت نازل شده. بفرمایید در این مورد اگر اعتراضی دارید میشنویم. من بیشتر با بیننده که صحبت کرده بود خواستم جوابش بدم. نه بیننده رو بذارید کنار، بیننده رو ما از شما بیشتر میشناسیم. شما اگر در مورد این باب صحبتی دارید بفرمایید. نه من برنامه رو ندیدم، به خاطر این تشکر میکنم از شما. تشکر میکنم. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام جناب انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بنده کوروشی هستم از آقای کوروشی بفرمایید. بله من خواستم بگم به فتح اون که شما الان نامید باش. آقای کوروشی یک کمی آرومتر صحبت کنید، صداتون داره قطع و وصل میشه. کوروش کبیر ایران از پیامبر هم آقای کوروشی، این کوروش کبیر شما الی جهنم و بئس المصیر، خاک پای پیامبر هیچی که خاک پای سگ در پیامبر هم بر همه اون کوروش های شما شرف داره. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری و همچنین بینندگان عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من رضا هستم از خوزستان. مزاحمتون میشم. آقا رضا بفرمایید. آقا رضا خواهشاً در رابطه با موضوع برنامه آقا رضا صحبت کنید.
اجازه بدید شما در موضوع برنامه. ببین شما وقتی که نفس سریع پیامبر را درباره خلافت از جانشین مولا علی علیه السلام منادیده میگیرید و هیچ فرموده ای از پیامبر خدا ندارید که در مورد خلافت ابوبکر و عمر باشد، شما وقتی که نفس به این راحتی رو رد میکنید، ما از شما چه انتظاری داریم که شما به آقا رضا ببینید آقا رضا برادر عزیز، یک مرتبه هم که شده در زندگیتون راست بگید. الان گفتید در رابطه با موضوع برنامه صحبت میکنید. موضوع برنامه آقای محترم، موضوع برنامه باب 69 کتاب کافی است که 3 روایت در این باب آورده در اثبات این که ائمه خلفاء الله فی الارض هستند. شما در این مورد صحبت بکنید و دلیلم آورده از آیه 55 سوره نور. بفرمایید. خب آیه 55 سوره مائده، نه درسته؟ سوره نور، آیه 55 سوره نور، آیه 55 سوره نور. خب اگر من یه براتون توضیح بدم، من چون در آقا رضای محترم، برادر بزرگوار، عزیز دل من، در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنید. 3 روایت در باب 69 در اثبات اینکه ائمه خلفا هستند در زمین، دلیلم از آیه 55 سوره نور. بفرمایید. خب همون سوره نور شما بیارید. چی گفته سوره نور؟ آیه 55 ما صحیح داریم در خلافت. بفرمایید. آیه 55 سوره نور بفرمایید. بخونید. خب من دیدن جلو میزه باشه، شما بخونید من گوش میدم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم. بخونم بقیه‌اش هم یا اومد؟ خب شما میگین خب ما اعتقاد داریم که خلفای خداوند در زمین همون 12 ما هستن. خب چون ایمان آوردن، چون اسلام با ایمان فرق میکنه. خود خداوند میگه من خلیفه رو جعل میکنم در زمین. خلیفه خدا باید در زمین باشه، چون خود خدا جعل میکنه. آقا رضا برادر عزیز، آقا رضا، ما الان تقریبا 1.5 ساعت کامل در رابطه با همین موضوع صحبت کردیم و گفتیم که الله سبحانه و تعالی در اینجا 3 صفت ذکر میکنه. یکی استخلاف، یکی تمکین، یکی در مورد دین هست، دین رو برای اونها پسندیده میکنه. ببینید که الله سبحانه و تعالی و امنیت 4 صفت رو ذکر میکنه که 4میش امنیت است. ببینید اولا جانشین شدن و حاکم شدن و تمکین بر زمین برای کی ثابت شده در تاریخ اسلام؟ برای ابوبکر و عمر و عثمان و علی، یا برای علی تا 12 امام؟ این اولا. ثانیاً این دین رو که برای اونها پسندیده کرد، اینها ایمان آوردن و دین الله سبحانه و تعالی رو نشر کردن، کیا بودن؟ همین 4 خلیفه بودن یا 12 امام شما؟ امنیت در زمان ابوبکر و عمر، امنیت در زمان ابوبکر و عمر و عثمان بیشتر بود یا در زمان 12 امامی که حالا 12 امامش هنوز نیومده؟ هیچ کدوم از این صفاتی که الله سبحانه و تعالی در اینجا وعده داده در مورد 12 امام شما صدق نمیکنه. اجازه بدید، اولا در موقعی که خلافت حضرت علی علیه السلام رسید، خب دشمنان اسلام مثل عایشه و آقای محترم ببین، توهین نکن. ناموس پیامبر ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. ببین آقای محترم گوش کن. شما ببین، اگر منطق دارید علمی صحبت بکنید. من 4 صفتی که الله سبحانه و تعالی وعده داده در اینجا گفتم. یکی از این صفتها رو در مورد حسن، حسین، جعفر صادق تا امام مهدی که ادعا میکنید، در مورد کدوم یکی از اینا صدق میکنه؟ منطقی علمی صحبت بکنید، توهین نکنید. نه توهین نمی‌کنیم، ما با شر ما در اسلام دشمن اسلام عبدالله ابن سبی یهودی بود که مذهبی رو تأسیس کرد که شما امروز تابع اون مذهب هستید و دارید تیشه به ریشه اسلام میزنید. عایشه رضی الله تعالی عنها، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که و ازواجه امهاتهم.
مادر مؤمنان هست، همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آقای محترم، در مورد 12 امامتون که این 4 صفت رو داشته باشن صحبت کنید، خواهش میکنم ازتون. خب چشم، اجازه بدین. اولا خلفای شما چون اومدن مسلمان ها و مالک بن نبیه رو آقای محترم بیننده عزیز، شما عقل دارید، شعور دارید، فارسی متوجه میشید یا نه؟ من میگم مالک ابن نویره رو چیکار دارید؟ من در مورد 12 امامتون صحبت بکن که این آیه رو دلیل آوردن در اصول کافی که این آیه دلیلی است در اثبات 12 امام. از برای خدا شما فارسی متوجه میشید یا نمیشید؟ عقل و شعور دارید یا ندارید؟ یا اگر دلیل ندارید بگید آقا ما دلیل نداریم. آقای محترم بگید ما دلیل نداریم، بگید دلیل ندارید، خلاص ما یک موضوع دیگر رو باز میکنیم در مورد اون صحبت بکنید. در مورد این که این آیه آیا دلالت بر امامت 12 امام میکند یا خیر؟ بفرمایید. میکنن. خب وقتی که حضرت علی علیه السلام میخواد اینو اسلام رو گسترش بده ولی عده‌ای میان خلافت رو قطع میکنن و نصر فرموده پیامبر گرامی اسلامی که فرمود انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی و سه تا جنگ جمل و نهروان. آقای محترم من خیلی متاسفم از اینکه تماس شما رو به خاطر اینکه عقل و شعور شما به اندازه یک بچه کلاس اول ابتدایی هم نیست و فارسی متوجه نمیشید قطع میکنم. خیلی معذرت میخوام. من عادت ندارم که تماس کسی را قطع بکنم الا کسی که عقل و شعور نداشته باشه و یا به عقل و شعور بیننده احترام نگذاره. و خواهش دیگری ما این است که اگر عقلای شما کسانی هستن، خاصتا این آیت الله ها و حجت الاسلام ها و این القاب گنده رو که یدک میکشن زنگ بزنن و دفاع کنن از صحیح ترین کتابشون بعد از قرآن کریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. مجید از بلوچستان. آقای مجید از بلوچستان. مجید برادر عزیز بفرمایید. خسته نباشید استاد. سلامت باشید، بفرمایید. شما خوبه؟ استاد من می‌خواستم فقط این حرف شما را تایید کنم. کسانی که میان زنگ میزنن و به صحابه و خلفای راشدین توهین میکنن واقعا جایشون تو سطل زبالدانیه. اینا رو باید حذف کنیم و تو سطل زبالدانی بفرستیم. من دیگه حرفی ندارم. میخواستم خسته نباشید به استاد محترم جناب آقای دیگانم سلامی داشته باشیم و خیلی ممنون از این زحمات شما که برای اهل سنت و جماعت زحمت میکشید و شبانه روز. سلامت باشید. تشکر از شما مجید جان. شما جزای خیر بده. سلامت باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارت. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای وحید، شما خوبه؟ سلامت باشید. سلام عرض من خدمت جناب مولانا از تشکر دارم بابت فرصتی پاسخ که برنامه شما ما خیلی استفاده می‌کنیم. سلامت باشید. تشکر از شما. استاد فقط با اجازه میخوام نخواد فیکسر این سور پرستار. خداحافظ. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو بفرمایید. الو بله بفرمایید. جناب انصاری میبخشید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من برای امیر آدمایی که زنگ میزنن شما. الو بله بفرمایید صداتون داره پخش میشه. همه آدمای زنگ میزنن حیفی همون خاک ایران که همین تریا را باور کنید، همین تریا را آورده است. حیفی ما نفرت داریم اما باور کنید یا مسلمان نه به مقدرات باور دارن، اینا نه مسلمانی دارن، اینا باور کنید ما اکنون نفرت داریم از اون آدم. درست. تشکر از شما. تشکر بیننده گرامی. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام شب بخیر. شب شما بخیر. صدای تلویزیون رو ببندید. بفرمایید بیننده گرامی. آقای انصاری بفرمایید. خدا لعنت کنه. خدا لعنت بکنه کسانی رو که به خاطر دشمنی با اسلام و با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شاگردی عبدالله ابن سبی یهودی رو قبول کردن و امثال شما رو تربیت کردن. واقعا برای این پدر و مادری متاسفم که فرزند مثل تو رو تربیت کرده. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام آقای انصاری جون، خوبی؟ خسته نباشین. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید. از کجا زنگ میزنید؟ من مهرانم، از سویل زنگ میزنم خدمتتون آقای انصاری جون. آقا مهران. آقای انصاری من یه سوالی داشتم در رابطه با موضوع برنامه اگر هست بفرمایید. بله در مورد برنامه. اگه آقای انصاری جون ما بخوایم، اصلا من الان فرض کنم یه شیعه ام، بخوام یه کسی رو مسلمون کنم، بیام بگم آقا دین من اینجوریه، پیغمبر من اینجوری بودن، اصحابشون اینجوری بودن، من چجوری این نفر رو قانع کنم شیعه باشم؟ چجوری قانعش کنم که به دین اسلام مشرف بشه؟ اگه طبق دین چیز شیعه باشه تبلیغ کنم، یه پیغمبری بوده که تو زندگیش نتونسته موفق باشه، اصحاب خوبی پرورده نه که شاگردانشون همشون خائن بودن و خب ناموسش که استغفر الله نعوذ بالله درست نبوده و خب من چجوری اینو قانع کنم که بگم آقا دین ما اینجوریه، دین ما اینقدر سالمه، اصلا چجوری قانعش کنم اگه شیعه باشم؟ نمیدونم چجوری اینا فکر میکنن نمیان به اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم احترام بذارن. چجوری میشه یه اصحابی که همشون در خدمت پیغمبر بودن، جان، مال، زندگی، بچه، زن، همشون فدای اسلام کردن، به خاطر اینکه من و تو، من و شما، من و امثال این آقایونی که از ایران زنگ میزنن، شیعه هستن، هر جای دنیا هستن، که به بهشت برسیم، که سعادت پیدا کنیم، میشه خدایی میشه به اینا توهین کرد؟ ما راه سعادت بهشتی باشیم، اصلا چه سعادتی از این بهتر که ما مسلمون باشیم؟ نمیدونم چجوری فکر نمیکنن. اگه من یکی خودم میگم روزی 1000 بار البته خدا رو شکر میکنم و خدا رو باز شکر میکنم چون این بزرگواران رو واسطه قرار داد تا این دین اسلام رو گسترش بدن. من ایرونی که معلوم نیست، من قبل از دین اسلام پدر بزرگم، مادر بزرگم آتش پرست بودن، گاو پرست بودن، چی بودن؟ الان دین اسلام رو دارم، خیلی هم خوشحالم از اینی که اصحابم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حسن عسکری هستن. خیلی خوشحالم، واقعا به این دینم میبالم، به مادران من خودم، حضرت خدیجه، حضرت عایشه. من واقعا چون از لحاظ چیز دینی خیلی کامل نیستم، کلا مادرانم زنان پیغمبر دوستشون دارم، مادرم هستن. چجوری میتونم توهین کنم؟ من چجوری بیام، میدونم وقت برنامه‌تون رو میگیرم، من چجوری بیام بگم آقا من تو سوئیسم، یکی بغل دست من شیعه ام، بگم آقا شما که اصلا مسیحی هستین این دین منه، من شیعه ام، پیغمبرم این بوده ولی کلا یارانش خائن بودن، یکی نباشه اونم چون دیگه پارتی بازی شده این چیزا، اینا نمیدونم چجوری شده، اینو ولگرا، اونم نتونسته به هدفش برسه، مثلا حضرت علی. بعد بگم زنان پیغمبر یکیشون استغفر الله نعوذ بالله، چجوری میشه اصلا این چجوری قبول میکنه؟ درست. تشکر مهران جان. پیغمبر شما اصلا کسی نبوده. تشکر برادر عزیز. خیلی ممنونم از برنامه‌تون، خیلی متشکرم از شما، خیلی دوستتون دارم. همه دستاندرکاران شما، خود شما، استادان بزرگوار، خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. آخرین تماس رو میگیریم. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای رضایی خیلی مختصر در نیم دقیقه. چشم دست بود. در رابطه با موضوع برنامه خواهشن و الا من معذرت میخوام ازت. حتما معذرتون عرض کنم آیه ای را که مطرح فرموده اید، آیه سوره نور را، اون شرط اولش ایمان است. بله. خداوند می‌فرماید از مؤمنین این شرایط را دارن. شما کتاب کافی را مطرح کردید، منم کتاب شما را میگم. آقای رضایی جانم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. الان ابو بکر و عمر و عثمان و علی انسان‌های مؤمنی بودند که الله سبحانه و تعالی اونها رو جانشین و حاکم قرار داد. بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوران ایشان مسلمان ها تونستن سرزمین ها رو فتح بکنن، مردم رو به دین اسلام وارد بکنن و الله سبحانه و تعالی همون وعده ای رم که به اونها داده بود همون وعده رم محقق ساخت و در زمان اونها امنیت بود، آرامش بود. من ببینید حاشیه نرید، فقط خیلی مختصر در مورد 12 امام شما، در مورد کدام یک از آنها این آیه صدق میکنه که هم استخلاف براشون شده باشه، هم مردم در زمان اونها به دین اسلام گرویده باشن و هم در زمان اونها امنیت بوده باشه؟ یکی از اینها رو بگید در مورد کدوم یک از امامان شما صدق میکنه؟ در مقام همشون افاده میکند. شما در تمام کتب روایات، چه کتب روایاتی اهل تشیع و تسنن، آقای رضایی در امین از حضرت علی گرفته تا 12 امامتون یک وجب از سرزمین های اسلامی رو فتح کرده باشن بگید. ایمان رو که نمیتونیم، قرآن اول شرط ایمان گذاشته. آقای محترم ببینید حاشیه نرید. در زمان 12 تا امام شما امنیتی که برای مسلمان ها اینها برقرار کرده باشن بگید. در ائمه ما کجا دولت دستشون بود؟ الان دولت که دست امام زمانه. در عراقی که اکثرا شیعه هستن وضعیتشون رو داریم میبینیم. در ایرانی که اکثریت شیعه هستن وضعیتشون رو داریم میبینیم. همین امام زمان شما هم در موردش همین 4 صفتی که الله سبحانه و تعالی در اینجا گفته محقق نشده. دولت دست امام زمان هست ولی وعده الهی در مورد ایشان هنوز محقق نشده است. یعنی اون چی که خدا وعده داده است طبق روایاتی که ما داریم، اونی که باید به توسط پس تشکر میکنم از شما. چرا یه روایت زده من بگم؟ تشکر میکنم آقای رضایی. وعده ای که الله سبحانه و تعالی داده تا الان بعد از 1437 سال محقق نشده. چه به درد میخوره دینی که وعدهش حالا محقق نشده باشه؟ این آقایون نمیشه عادت دارند وقتی که آیه قرآن جلو روشون میگذارید نمیخونند، یا اولشو میخونند آخرشو نمیخونند، یک تکیشو نگاه میکنند بقیه‌شو نگاه نمیکنند. در این آیه من گفتم صراحتا الله متعال میفرماید وعد الله الذین آمنوا منکم، خطاب قرار میده کسانی رو که زنده‌اند، مخاطبند. ای کسانی که ایمان آوردید و عمل صالح کردید، الله به شما وعده داده که عمل در واقع خلیفه بر روی زمین بشید. کدوم یکی از ائمه اثنا عشر در زمان این آیه زنده بودند غیر از علی یا حسن رو یا حسین رو که بگیریم؟ بقیه مگر مخاطبان این آیه بودند؟ غیر از این آیه صراحت داره، الله متعال وعده داره. درسته ابوبکر و عمر و عثمان رو حذف بکنیم، اصلا از تاریخ اسلام نیست. تاریخ اسلام رو از زمان خلافت علی رضی الله تعالی عنه شروع بکنید تا به امروز. مصداق این آیه کجا هست؟ الله متعال به کسانی که حاضر بودند در زمان رسول الله، مؤمن بودند، عمل صالح انجام دادند، این 3 وعده رو داده بوده. کجا هست در طول تاریخ اسلام؟ چون چیزی وجود نداره. این آیه در مورد حاضران هست، کسانی که حاضر بودند. منکم اومده از شما، یعنی صحابه و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم. این یک مطلب. غیر از این در اینجا آمده وعد الله الذین آمنوا. الذین برند بپرسند از من آقایونی که در قم هستن 200-300 نفر مرجع و کارشناسی که دارن، الذین صیغه جمع هست، حداقلش برای 3 نفر اطلاق میشه، نه برای 1 نفر، برای 3 نفر اطلاق میشه. منکم هم صیغه جمع هست، برای جمع غفیری و زیادی در واقع اطلاق میشه. به هیچ عنوان این آیه نمیتونه که منظورش
امام زمان باشه. نه امام زمان میتونه باشه و نه امامان قبل از ایشون که در واقع بودن. هیچ کدام از ائمه شیعه در واقع چنین همون گونه که من آوردم اقوال خودشون رو، نورالله شوشتری رو و دیگران رو و حتی حرفای خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو من کاملا آوردم از کتاب نهج البلاغه خدمت شما که میگفتند که دین در زمان خلفای قبلی در واقع تمکین یافته، الله تعالی به اونها قدرت داده، دین رو به همه جا رسوندند. اینا تمام مصادیقی هست که و دلالت هایی هست که ثابت میکنه که مصداق این آیه ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم و همچنین از دیدگاه اهل سنت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بوده و این ویژگی ها و وعده ها در زمان هیچ کدام از ائمه شیعه در واقع به وجود نیامده. یک نکته رو من مطالبی رو یادداشت کردم عرض بکنم، اما این نکته رو میخوام که برای من خیلی جالب بود که ائمه شیعه به اضافه یعنی صدها و هزاران روایتی که وجود داره، من بعضی رو گفتم که یعنی خودشون هم میگن هیچ کدام از ائمه شیعه بنابر اعتقاد خودشون به مرگ طبیعی نمردن. تمام اونها تقیه می‌کردند. تمام اونها تقیه می‌کردند. تقیه این که اون چیزی رو که در دلشان بود، دیر حقیقی بود، اون ظاهر نمی‌کردند از ترس اینکه در واقع کشته بشن. این یکی هم که فراری هست، اینم از ترس مرگ رفته و در واقع خودش رو پنهان کرده. به هر صورت ائمه شیعه نه تنها در ملأ عام و در روز جمعه و در روی منبر و در روی عید نمیتونستن دین رو اعلام بکنن، حتی در دستشویی هم که میرفتن تقیه می‌کردن. نه. بله، حتی در دستشویی وقتی که میرفتن تقیه میکردن، نمیدونم خلفای اون زمان بنی امیه و بنی عباس دوربین مخفی کار گذاشته بودند که حتی در دستشویی هم ائمه شیعه مجبور بشند که تقیه بکنند، اون گونه که عقیدهشون هست اون گونه عمل نکنند. کتاب استبصار هست، کتاب از استبصار طوسی، جلد 1 تا 4 هست، دوستان نمایش بدن این رو. در این کتاب که بابی رو داره، باب 27 هست، باب من اراد الاستنجا و فی یده الیسرى خاتم علیه اسم من اسماء الله تعالی. کسی که میخواد استنجا بکنه، استنجا یعنی بعد از دستشویی بخواد خودش رو پاک بکنه، در دست چپش انگشتری باشه که بر روی اون انگشتری نام الله متعال نوشته شده باشه. آیا جایز هست، جایز نیست، چیکار این حکمش چی هست؟ در اینجا یک روایتی رو آورده، روایت 134 هست، دوستان نمایش بدن این رو. فاما ما رواه احمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب عن ابي عبد الله قال كان نقش خاتم ابي العزة لله جميعا. امام ابو عبدالله میگه که نقش خاتم پدر من این آیه بوده که بخشی از آیه هست که العزة لله جمیعا و کان فی یساره، این در دست چپشان بود، و یستنجی بها، کان یستنجی بها، در دستشویی خودش رو با همین دست چپش میشست. و کان نقش خاتم امیر المؤمنین علیه السلام الملک لله، نقش خاتم علی رضی الله تعالی این جمله بود، الملک لله، پادشاهی از آن الله است. و کان فی یده الیسرى یستنجی بها، در دست چپش بود و با اون در واقع انگشتری یا با اون دستش استنجا میکرد. خب الان در دستشویی، خب اولا این خودش یک تهمت هست به ائمه بزرگوار. انگشتری که بر اون نوشته بوده که العزة لله جمیعا، نام الله باشه، یا علی مثلا انگشترش نقش خاتمش این باشه، نقش انگشتریش که الملک لله، نام الله نوشته باشه و باز با همین دستش در دستشویی خودش رو پاک بکند، این بزرگترین اهانت، کفر اصلا. کفر که نام الله رو انسان در واقع در چنین جای استفاده بکنه. خب الان روایت خودتون هست، کتابای شیعه اومدن اینو در واقع نقل کردن. اومده آقای طوسی، جالب هست حرفش که میگه، من این حرفو میگم که این توجیه آقای طوسی واقعا فقط برای عقل طوسی و برای کسانی که فریب خورده امثال طوسی هستن میتونه قابل قبول باشه، وگرنه هیچ انسان عاقلی چنین چیزی رو قبول نمیکنه. میگه که فهذا الخبر محمول على التقیه، فهذا الخبر محمول على التقیه، این خبر حمل بر تقیه میشود، یعنی اینکه بزرگواران تقیه میکردن. امامی که در دستشویی رفته نام الله متعال را با نجاست آلوده کرده، اون وقت میگن خب این به خاطر تقیه کرده. مگر به خاطر تقیه، مگر اهل سنت چنین کاری رو میکردن؟ به خاطر تقیه ایشون هم اومده این کارو میکنن. نواصب هم این کارو نمیکنن، حداقل در الله که مشترک هستن، نام الله رو اهل سنت و الجماعت که علیاذ بالله که چنین کاری رو انجام بدن، حتی ائمه شیعه هم چنین کاری رو انجام ندادن. آمدید روایت جل کردید، اون وقتی که گیر افتادید و اهانت کردید به ائمه اهل بیت، میگید نه ایشون در واقع تقیه کرده بودن و عقیدهشون این نبوده. خب تقیه کجا؟ تو دستشویی آلوده کردن نام الله با نجاست، اونم در دستشویی که کسی هم نیست،
در اون زمان که دوربین مداربسته نبوده که مجبور باشن حتی در دستشویی تقیه بکنن. اون وقت این افراد رو آقای کلینی و امثالش اومدن میگه اینها مصداق کسانی هستند که الله متعال توسط اینها دین رو در واقع به همه جهان پخش میکنه و تمکین دین رو داشته باشن، استخلاف در روی زمین داشته باشن. اگر واقعا این هست استخلاف در دین، اگر این هست تمکین دین، مبارک باشه برای خود این افراد و راویان و برای کسانی که فریب چنین روایات و افراد دروغی رو خوردند. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان و تشکر ویژه از شما عزیزان. اگر که در صحبت ها با بعضی از انسان نماها من تند برخورد میکنم، این فقط به خاطر اون تعصبی هست که ما به دینمون داریم، تعصبی است که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به کتاب الله داریم، تعصبی است که ما به اصحاب رسول الله و به اهل بیت رسول الله و به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم. میخواید خوشحال بشید، ناراحت بشید، آقای حسینی، آقای رضایی، هر کسی که توهین میکنه به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، شماها به اندازه لنگ کفش ما هم برای ما ارزش ندارید، مادامی که به ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین بکنید، مادامی که به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توهین بکنید. مطلبی داشتید؟ واقعا تعجب میکنم از لجاجت آقای حسینی که تو هر برنامه زنگ میزنن، دو حرف بی‌موردی میزنن، و همچنین از صبر و حلم شما هم واقعا تعجب میکنم که باز هم یعنی به چنین افراد یعنی باز هم اجازه میدید که در واقع بیاند و در اینجا حرفشون رو بزنن. اما این که پیامی رو که چند روز قبلی که از بینندگان عزیز فرستاده بودند که به خاطر یعنی حرفهای نامعقول مدافعان تشیع در واقع هدایت شده بودند، و فهمیدم واقعا حکمتی در کار هست و الله متعال توسط چنین انسان‌هایی میخواد که افرادی رو در واقع هدایت بکنه. و به صورت کلی بینندگانی که زنگ زدند، بیننده اولمون گفت بود که جانشین الله باید زنده باشه امام زمان. بله اینو همه میدونه، شیعه و سنی، که امام زمان تا حالا به خاطر دین حتی خاری به پاش هم نرفته، یک سیلی هم نخورده به خاطر دین، یک حکم شرعی رو هم برای مردم، برای پیروان خودش در واقع حکم شرعی رو اقامت نکرده، حجتی قائم نشده. و ایشون بیننده دیگری گفتند که نص صریح وجود داره و خلافت رو غصب کردن. مگر می شود که امامت الهی رو کسی غصب بکنه؟ یک نعمتی رو الله متعال وعده داده باشه که به علی میرسه، پیامبر وعده داده باشه که به علی میرسه، برخلاف خواست الله و رسول الله همه اومده باشند اینو غصب کرده باشند. مگر ممکن بود که ابوجهل بیاد یقه پیامبر رو بگیره، پیامبریش رو غصب بکنه؟ پیامبری قابل غصب نبود، منصب الهی قابل غصب نیست و امامت هم در واقع قابل غصب نبوده. و این بیننده هم که از کجا زنگ زدند که من اگر شیعه باشم واقعا نمیتونم که قانع بکنند کسانی رو. بله واقعا شیعه در مورد تاریخ اسلام حرفی برای گفتن نداره. چه کسانی با پیامبر جهاد کردند، در فتوحات چه کسانی همراه با پیامبر بودند، از رشادت هایشون، جان فشانی هایشون. این سیره اسلام نزد شیعه یک سیره کاملا ناقصی هست و دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم از دیدگاه شیعه یک دعوت کاملا ابتر و ناقصی هست که بعد از رسول الله به جز 4 نفر مسلمان باقی نموندن، در صورتی که الله متعال وظیفه داده که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. رسول الله نتونست کسی رو تزکیه بکنه و اصحابش اون گونه بودند و اهل بیتش اون گونه که بیننده من گفتند، یعنی هیچ گونه موفقیتی رو نداشتند. اونم بعد از رسول الله 12 تا جانشین رسول الله متعال تعیین کرد که یکی بدتر از دیگری بودند، کاری رو برای دین نتونستند که در واقع انجام بدن و با گذشت 1000 و اندی سال باز هم همون دین تعریف شده از دیدگاه شیعه در اسلام به نام اسلام در واقع پخش شده. واقعا اگر این گونه باشه یعنی شیعه حرفی برای گفتن نداره، جایی برای دعوت دیگران به اسلام در واقع نداره. و بیننده دیگرمون هم واقعا اعتراف جالبی رو کرده. ما گفتیم در این قرآن، در این آیه الله متعال اشاره کرده که من استخلاف میدم، قدرت میدم، تمکین در دین میدم برای کسانی که ایمان و عمل صالح انجام داده باشند از شما. اونا آقای کلینی اومده میگه که مصداق این آیه ائمه ما هستند و این بیننده گفت که ائمه ما کجا دولت دستشون بوده؟ خب ما همین رو میگیم که دولت دستشون نبود، یعنی خدا به اونها نداده. این کسانی که منظور هستند در این آیه و مقصود آیه هستند افراد دیگری بودند غیر از ائمه اثنا عشر. در تاریخ اسلام مصداقی برای این آیه غیر از خلافت خلفای ثلاثه به طریق اولا و در درجه بعدی خلافت حضرت علی رضی الله عنه مصداق دیگری وجود نداره. جزاکم الله خیر.
نکته مهم دیگری که میخوام اینجا در لحظات پایانی برنامه بگم که اگه متوجه شده باشید تا من میخوام تماس بگیرم دستمو میبرم به طرف تلفن. اگر تماس از تاجیکستان و افغانستان باشه خب آدم راحت دستشو میکشه کنار، چون یقین دارم که از این دو کشور کسایی زنگ نمیزنن که توهین بکنن و اهانت بکنن. اما وقتی که تماس از ایران باشه و خاصتا از کسانی که در حوزه علمی قم بزرگ شدن، من دستمو مجبورم که رو دکمه فشار بدم که یا لعن میکنن به اصحاب پیامبر و یا توهین میکنن به همسران پیامبر یا فحش و ناسزا میگن به ما. این تربیت آخوند است، تربیت آخوند. همینایی که عمامه های سیاه و سفید به سر دارن، عبا و قبای پیامبر تنشون هست، پیروانشون رو این گونه تربیت کردن. اگر اینها شیعه علی می بودن، شیعه حسن و حسین می بودن، شیعه 12 امام منهای امام زمان می بودن، این گونه برخورد نمی کردن. چرا؟ اون بزرگواران که الله سبحانه و تعالی از اونها راضی باد، اونها این گونه اخلاق نداشتن، این گونه تربیت نمی کردن فرزندانشون رو. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.